بگو منو یاد کی میندازی که انقدر چشماتو دوست دارم. من عاشق موی بلند بودم اما موی کوتاه‌تو دوست دارم. بگو تو رو قبلا کجا دیدم که انقدر حرفامو میفهمی. مثل پرستاری شدی واسه این عاشق دیوونه زخمی. نه چشمات آبیه نه موهات خرمایی. بگو چی کار کردی که انقدر زیبایی. بیننده و شنونده پادکست پادتن در فصل رشته ادبیات انگلیسی رو بگم ولی مثلا زیر 1000 نفر داره. سلام، من پارسا تاجیک هستم و شما بیننده و شنونده اپیزود 37 و در واقع اپیزود 17 هم از فصل دوم پادکست پادتن هستیم. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم در پاییز 1404، پاییز بیباران، پاییز خشک و خیلی عجیبه. هوای تهران آدم میبینه یه خورده سرد شده ولی واقعا خیلی عجیبه که همه منتظر بارونیم که بیاد و نمیاد. عرضم خدمتتون که خوشحالیم که پادتن رو دنبال میکنین. پیج اینستاگرام ما پادتن.پادکست هستش و پادتن با PA در واقع نوشته میشه، همونطور که این زیر مشاهده میکنین. و میدونین که پادتن رو از طریق کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، اپل پادکست و پادکست ادیکت میتونین بشنوین نسخه صوتی ما رو، و در چنل یوتیوب ما به آیدی پادکست پادتن میتونین در واقع ما رو تماشا کنین به آیدی زیر. تا حالا شاید دنبال یه محصول خاصی باشی و هیچ جایی پیداش نکنی، یا اگرم پیداش کردی قیمتش مناسب نباشه، مارتسان دقیقاً همون جاییه که این مشکل رو حل کرده. مارتسان فروشگاهی پر از کالاهای خاص و کمیاب با قیمت‌های عالی و مناسب، چه ایرانی چه خارجی و وارداتی، با تخفیفات بین 5 تا 50%. مارتسان یعنی خرید آنلاین خاص، سریع و مطمئن. همین حالا وارد سایت فروشگاه شو یا با شماره فروشگاه تماس بگیر، سفارشتو ثبت کن و تجربه خرید متفاوت رو داشته باش. یادت نره مارتسان فقط فروشگاه نیست. خب خوشحالم که اپیزود قبلی هم مورد توجهتون قرار گرفت. اپیزودی بود که راجع به همه چی صحبت کردیم با احسان حجتی، راجع به حقوق قضایی، شاهنامه، تاریخ، فرهنگ، فلسفه و خیلی موضوعات دیگه و موضوعاتی که تقریبا میتونم بگیم شاید از معدود مهمونایی بود که من 180 درجه با نظراتش مخالف بودم و ولی موضوعاتی بود که شاید خود بیننده و شنونده میتونست قضاوت کنه و واقعا موضوع جالبی بود که راجعش داشتیم صحبت میکردیم از یک ریشه تاریخی تا به امروز. اگه موافق باشیم بریم سراغ اپیزود امروز و موضوعی که امروز میخوایم اشاره کنیم. امروز راجع به موزیک میخوایم صحبت کنیم. قبلا هم راجع به موزیک اپیزود داشتیم ولی یکی از دغدغه‌های فکری من شد این روزا که دوباره برگردم به موضوع موزیک، به خاطر این بود که یه خورده برام سوال بود که موزیک چه اتفاقی داره براش میفته، چه اتفاقاتی داره براش میفته. یه خورده این سیر زمانی، نه اینکه بخوایم تاریخ نگاری کنیم یا در واقع بریم سراغ حالا خیلی گذشته واکاوی تاریخی و زمان شناسی اینا اتفاق بیفته، خیلی تو این قسمت هم قرار نیست این موضوع در واقع راجبش صحبت کنیم. بیشتر در واقع می‌خوایم راجب این صحبت کنیم که یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، خواننده ها، حالا به خصوص راجع به موزیک ایران و به خصوص راجع به موزیک با کلام، حتی این قسمت راجع به موزیک‌ها و سبک‌های دیگه هم صحبت می‌کنیم. قبلا اگر مثلا کنسرتی می‌ذاشتن شما مشخصا می‌دیدی که هزینه و در واقع درآمدها و همه این ماجراها باعث تولید آلبوم‌های دیگر می‌شد، باعث تولید مثلا سینگل ترک‌های دیگه می‌شد، تک آهنگ‌هایی که بیرون می‌اومد. ولی امروز روز میبینیم که اساساً حالا به خاطر هزینه‌های پخش و خیلی مسائل دیگه ما کار جدید خیلی نمیبینیم، یعنی نه خواننده جدیدی خیلی میبینیم نه کار جدیدی، یعنی آلبوم که دیگه بماند، سینگل ترک ها هم کم شدن. چه چیزهایی زیاد شدن؟ موزیک هایی که دیجی ها در واقع دارن ریمیکس میکنن، مثلا هایده و گوگوش و اینها رو از مثلا 1150 و 60 برمی‌دارن، مثلا با شایعه و هیدن و مهیار ساعدی مثلا ترکیب میکنن. این داره بیشتر تو ضبط ماشینا شنیده میشه. یا مثلا AI و نقش هوش مصنوعی در یکی دو سال اخیر خیلی بیشتر شده، حالا هم در موزیک ایران که ادای صنعتی شدن رو در میاره و هم در موزیک خارج که
واقعا صنعتی شده هست. حالا می‌خوایم این نقش AI رو هم یه سری بهش بزنیم. تو این قسمت ما برخلاف قسمت‌های گذشته 2 مهمان داریم. مهمان اصلی در همین استودیو تهران باش گفتگو می‌کنیم. یکی از گیتاریست‌ها و نوازنده‌های خیلی درجه یک، واقعا خیلی من خودم ازشون یاد گرفتم. آخرین استاد گیتار خودم هم بودن. خیلی در زمان کمی بود، افتخار و در واقع سعادت کمی بود که کلا یه سال این 2 سال بیشتر نبود، ولی خیلی ازشون یاد گرفتم. حد فاصله سال 96 تا 98. و عرضم به خدمت شما که ایشون در واقع رهبر ارکستر، نوازنده گیتار و در واقع حتی کارهای در واقع آهنگسازی تنظیم هم انجام میدن برای خواننده‌های مختلفی از جمله رستاک حلاج، سیامک عباسی، کاوه آفاق، سیروان زانیار خسروی، مصطفی راغب، نیما مسیحا، سعید مدرس و خیلی‌های دیگه. نوازنده در واقع گیتار خیلی از بندهای این خواننده‌ای که نام بردم بودند و همچنین رهبر ارکستر بعضی از اونها. گیتار کلاسیک، آکوستیک، فلامینکو، در واقع سبک فلامینکو تخصص اصلی ایشون هست و مهمانی هستش که در استودیو تهران داریم. تقریبا اواسط این گفتگو یه آیتم هم پخش میکنیم براتون که یه ارتباطی داشتیم با یک موزیسین و با یک نوازنده گیتار دیگه در ماساچوست آمریکا که حالا وقتی رسیدیم با آیتمش معرفیش میکنم حتما. یه ارتباط تصویری داشتیم که وسط همین اپیزود در واقع اون گفتگو کوتاه چند دقیقه‌ای رو هم خواهیم دید، چون می‌خواستم در واقع از همه پتانسیل‌ها استفاده کنم که راجع به موزیک قدیم و جدید اطلاعات کاملی کسب کنیم و تو این اپیزود ویژه بهش بپردازیم. و ایشون هم نوازنده بند گروه سیریا که احتمالاً میشناسین، گروه بوشهری هستش که نوازنده در واقع بند خارج از کشورشون این عزیزی هستش که ارتباط تصویری باش داشتم و یه بخش از گفتگو امروز و اپیزود امروز هم در واقع به اون آیتم ربط پیدا میکنه. اگه موافق باشین گفتگوی امروز رو شروع کنیم با آیه شروین شهبازی. سلام، خیلی خوش اومدی. پارسا جان سلام عرض میکنم خدمتت. خیلی خوشحالم که امروز در اینجا هستم خدمتت و یه مقدار جلو دوربین برام سخته و این ام کردن من تا دقایق دیگه درست میشه. همونجوری که شما لطف کردی و من رو مطلع کردی برای حضور در جلسه امروز برای ساخت این پادکست، دوست دارم بگم که خوشحالم که افراد دغدغه‌مندی در نسل‌های بعدی من، حالا شاید صورتم نشون نده، خب ما تقریبا شاید یک دهه ما با هم متفاوت باشیم، ولی در نسل‌های بعدی من هنوز دغدغه این وجود داره که چرا، چی شد، ما کجا بودیم، کجا هستیم، کجا داریم میریم. حداقل تو مسیری مثل موسیقی، چیزی که من تحصیلاتم تو این رشته بوده و خودم هم همیشه دغدغه من بودم و در اختیار شما. خوشحال میشم که جهت رو به من بگی و من اگر بتونم با سواد کمم نکاتی رو در واقع به این جلسه اضافه بکنم. دیره ولی اول باید یه سلام بکنم هم به شنونده ها، عذرخواهی میکنم، و ایشالله بیننده های پادکست در همون آدرسی که در این زیر شما آدرسی که در این زیر شما قرار شد برای دوستان بذارید. در خدمت اختیار داریم، ما اصلا بحث تعریفات طبیعت علکی نیست. حالا اینکه هم استاد بنده بودی هم بزرگتر من که سر جاش و واقعا به جا، ولی واقعا شروین شهبازی خیلی تو کارش حرفه‌ایه، خیلی کلاس هایی که باش داری جدی و سختگیرانه است واقعا که بتونی پیشرفت کنی و اینا در واقع صرفا یه سری تعارف و تعریف و تبلیغات و اینا واقعا نیست. و اینکه تحصیل کرده رشته موسیقی هم هستی طبیعتاً نگفتی من پول دادم بهت که تعریف کنی اصلا نگفتی. نه اتفاقا اینجوری خب نبوده. آره شبامو فکر کنم هیچ شبایی هم طبیعتا رد و بدل نشده. و اینکه نه خیلی خوشحالم که امروز اینجایی و خیلی لطف داری و قطعا میدونم که اتفاقا اولین نفر راجع به این موضوع دوست داشتم به خودت پیام بدم و خیلی خوشحال شدم بعد سالها دیدمتون و امروز قرار گفتگو داشته باشیم، چون میدونم واقعا تو این حوزه خیلی سواد کافی و جامع و عالی داری. بعد اگه موافق باشی اول یه خورده با خودتون آشنا بشیم، یعنی حالا شاید تو خود کلاس‌ها هم راجع به همچین چیزایی صحبت نمی‌شد، ولی همچین گفتگوهایی خیلی فرصت خوبیه.
از بعد یه خورده از کودکیت بگو که چجوری به موسیقی علاقه‌مند شدی و حالا دیگه رشته و اینا رو هم یه خورده بیشتر خواستی جزئیاتشو بگی بدونیم تا اینکه دیگه چی شد که به در واقع بند موسیقی خواننده‌های معروف، کارهای بی کلام میدونم خیلی علاقه داری و دیگه حالا مسیر موسیقی که تا امروز طی کردی رو اگه بخوای یه خلاصه‌ای به اون بگی به چه صورت بوده؟ پارسا جان، من تمام خانوادم تقریبا رشته تحصیلیشون موسیقی نبوده، ولی همه جزو نوازنده‌های حداقل جزو 10 نفر اول اون ساز بودن. ولی چه خانواده مادریم چه خانواده پدریم، یعنی موسیقی توی ما جریان داشته. حتی اگه رشته مثلا پدر من پیانیست بودن، خودتون میدونن رهبر خیلی از ارکسترهای قبل از انقلاب بودن، خواننده‌های قبل از انقلاب بودن و همیشه واقعا من از زمین خاکی شروع کردم، ولی برعکس. حالا توضیح میدم چرا. من تا تقریبا 8-9 سالگی پدرم چندین بار سعی کرد که من رو به پیانو زدن علاقه‌مند بکنه و من حالا نمیدونم بچه‌های این نسل بدونن یا نه، ولی یه بازیایی بود بهش میگفتیم تیوی گیم، 2 تا جویستیک بود و یه 2 توپ بود، نمیذاشتی که اینا فقط از تصویر خارج شه و من از پیانو جای تیوی گیم استفاده می‌کردم. یعنی بازی بود، انگار نشستم پشت کنسول بازی دارم بازی میکنم و خیلی جدی نبود. پدرم هم مایوس شده بود در حد اینی که میگه آقا تمام خانواده ژنشون موزیسین، این چرا این شکلیه؟ تا رسیدیم به این که من یه شب از دور همیایی که در واقع پدرم دوستانشون رو دعوت کرده بودن، خدا رحمتشون بکنه، ایشون هم رشته تحصیلشون این نبود، خدا رحمتشون بکنه، مهندس همایون اسدی، مهندس راه ساختمان بودن، ولی خب از زمان دبیرستان با پدر من دوست بودن و نوازنده بیس و گیتار بودن. اما گیتاری که در حد این که بزنیم و حالا خواننده‌ای باشه و بخونه و کارهای نوستالژیک بخونه و اینا، تمام جرقه خورد. من صبح بلند شدم، چون شما خودت ساز زدی اینو دارم برات تعریف میکنم، یه لامینور تو پوزیشن پنجم گرفتم، چشی دیده بودم، ذهنی عکس گرفته بودم. پدر من یهو اومد تو اتاق بالا سر من، داشتم با این گیتار باز در واقع تلاش میکنم چی میشه، چه اتفاقی داره میاد. یعنی همین یه لامینور پوزیشن پنجم، چون میدونی چقدر سخته، یعنی ایمیج گرفته بود، یعنی من ذهن من اون رو انگار عکس گرفته بود ازش. پدر من در باز که گفت چیکار داری میکنی؟ گفتم بابا هیچی. 11 سالم 10 سالم بود. گفتم این هیچی، اینا عمو همایون داشت میزد. گفت بزن. گفتم این زن، حالا اون موقع که تصویری و این داستانا نبود، و زنگ زد گفتش که سلام علیکم. گفتم این چیه این داره اینجا گرفته، این باره مثلا این سیم فلان. گفت این داره اینو میزنه. همون شد. من تا 1 سال پدرم هر آن چیزی که به عنوان یه موزیسین در حد گوش رو ساز بلد بود به من میگفت و باور نمیکرد که من باید برم کلاس موسیقی. میگفت یعنی من رو جدی نمیدید، نه اینکه خوشحال نباشه، حالا یه جوی گرفتتش. و توی 1 سال کار من این بود، من چشی دست هر گیتاریستی که میدیدم میگه در واقع یه عکسی ازش انگار میگرفت ذهن من و شروع میکردم، حالا قطعاً با کلی غلط، اونها رو زدن. تا حاضر شد من رو در واقع بفرسته سر کلاس‌های موسیقی اساتید، با اینکه خب خیلی از دوستانش از برجسته‌های این رشته بودن، حالا چه در مباحث تئوریش چه در مباحث عملیش. حالا سرتون درد نمیاد سری بگم، کار رسید به اینجا که من شروع کردم شه اولین استاد من گوششون صدا بکنه، تنشون سلامت باشه. ایشون هم رشته تحصیلیشون این نبود، ایشون دکترای معماری دارن، دکتر سیمون آیوازیان. من گیتار کلاسیکو پیش ایشون شروع کردم. بعد به تبع اون شیطنت و عاشق موسیقی فلامنکو بودن، چون من یه نوار کاست پاکو دلاچی برای 1960 دائم پلی میکردم، یعنی عاشق این استایل بودم، نه اینکه بدونم چی، اصلا نمیدونستم پاکو دلاچی کیه، من این موسیقی رو دوست داشتم، اون آلبوم رو. بعد پیش بابک امینی رفتم، صحبت برای سال 1370 تا 71 بود که بعد بابک حسن از ایران رفت. همون سالا بابک گوششون صدا بکنه، دکتر دانشمند و فرزاد دانشمند از اساتید برجسته بسیار باسواد، خیلی وقتا مثلا ازشون خبر ندارم. و اساتید سازی اگر بخوام بگم، مثلا توی دانشگاه دکتر پاکباز و جناب مصطفی آخوندی، ایشون تحصیلگر آرمان بودن، کیوان آلمان بودن، ببخشید توپق زدم، دکتر کیوانی میرهادی، ایشون تحصیل کرده کانادا بودن،
و فرزاد نوشاد هارمونی قبل از اینا، قبل از دانشگاه چون تحصیلگرای فرانسه بودن و اینا همه شانسایی بود که من تو اون زمان این شانس رو آوردم که این عزیزان در اساس بودن و دیگه این شد یه رزومه کوچیک. من عاشق موسیقی بی کلام بودم چون بی کلام گوش میدادم، هر چیزی که میزدم ساده. تو اون سن قبل مثلا دانشگاه بی کلام بیشتر چی رو دوست داشتی؟ کلاسیک بتهوون موزارت باخ گوش میدادی یا نه من نمیتونم بگم چه چیزی چیز الان عنصر بیشتری بود مثلا؟ قطعاً گیتار خالص. حالا این میتونست همون موقع گیتار بی کلام زیاد گوش میدادی؟ خیلی سخت بود پیدا کردن ها. حالا اون موقع در زمان ما حتی شهر کتاب هم نبوده، حالا کلوب هایی بودن که حالا یه مقدار نوار کاست هم میفروختن. مثلا نمیدونم بچه‌ها این نسل نوار کاست رو حتی میدونن، یعنی از ما در آره دیگه 77 80 نمیدونم. خیلی سخت بود پیدا کردنش، یا برای پیدا کردن نوت‌های مغازه خیلی قدیمی داغون بود. دل بخواهی هم باز میکرد، توی پاساژی بود تو جمهوری به اسم آقای اگه اشتباه نکنم رازمیک. اون موقع زیراکس و اینام که مثلا کپی و اینام وجود نداشت، پرینت وجود نداشت، یه ورق با استنسیل، یه دستگاه دستی بود، یه نوتی به ما میداد که بعضی جاهای اون نوته توی اون کپی وجود داشت، مثلا نمیتونستی اعتراضم بکنی. حالا بعد میرفتی اون موسیقی رو گوش میدادی با گوش تو، یه مقدار نوت در و داغونی که جلوت بود، حالا معلوم نبود اصلا چه جوری نگاره شده، یه قطعه‌ای در میآوردی میزدی. و من به این ترتیب رفتم جلو تا دانشگاه. من رشتم ریاضی بود و به تبع برق قبول شدم. رفتم دانشگاه خواجه نصیر برق خوندم و اینجوری بود که من دیگه افتاده بودم به تبع پدرم و دوستان پدرم، افتاده بودم زدن با نوازنده ها. خدا رحمتشون کنه، ناصر عبداللهی از اولین استیجای من بود که حتی ساز جالبی هم برای استیج نداشتم، مثلا یه سازی که اصلا فناوریش هم خیلی نبود که شما بخوای پیکاپ داشته باشه، امپ آنچنانی داشته باشی. تو بود یه میکروفون میذاشتن، نمیدونم حالا به عوام شاید اون موقع اصلا من فیش تو گلدون بودم، یعنی در واقع فیش من تا دم میکسر اومده بود و انداخته بودن تو گلدون بغلش، شاید اصلا به میکسرم وصل نبود، ولی این از تجربیات من. اصلا استیج 900 شروع کردن من 19 سالم بود امید حاجی از اونجا شروع کرد مثلا. دقیقاً خیلی مثلا تو 16 سالگی تو کانون جوانانه مثلا فرهنگسرای مختلف اجرایی داشتم، یا موسیقی اجرا میشد، دعوت میشدم ولی یه چیزی اجرا میشد. ولی میتونم بگم بعد از اون اتفاق من یه گروهی رو تأسیس کردم به اسم آواز باران که خودت در جریانشی. این گروه آواز باران الان فیلماش هم هست توی یوتیوب اگه سرچ بکنن. من عاشق موسیقی ساز محور بودم، یعنی سازه بتونه من رو ساعت‌ها مشغول بکنه که چجوری زده میشه، چجوری قسمت گوشتی صداش چجوریه، چه لحنی رو تولید میکنه، چه جنسیتی داره صداش و این داستان شد که من تو 19 سالگی این گروه رو تأسیس کردم. دغدغه‌م این بود چجوری بچه‌ها رو پیدا بکنم، نوازنده از کجا گیر بیارم، این معرفی بشه اون معرفی بشه. حتی یه بارم تو روزنامه آگهی دادم، یعنی چقدر مال امکانات نبوده که حالا خاطراتش جالبه در این اپیزود شاید نگنجه، بخواد وقتمون رو راجع به اتفاقات مهمتری در واقع بگیره. جمع شدیم از این ور از اون ور، از اون گروه اسما رو که الان بیارم برات خودتون متوجه میشین: علیرضا قرمینش، رضا تاجبخش، هومن نامداری، آرین کشیشی و اینا. آرین الان ایران نیست، یک نوازنده فوق‌العاده بی‌نقص بیس داره، در مارکت بسیار بسیار حرفه‌ای در خارج از ایران ساز میزنه با بهترین نوازنده ها در سبک‌های مختلف. رضا تاجبخش رهبر ارکستر عزیز دل منه، با سواد خیلی از رهبرای ارکسترها و خواننده‌های بزرگ بوده. هومن نامداری که من برگشته ایران، خبری که ازش دارم کانادا بود، اونجا فعالیت میکرد و ارکسترایی که از ایران میرفتن خیلی ایشون رهبری میکرد و خیلی دیگه از بچه‌ها. امیر باورچی ویولون الان استاد دانشگاه، استاد هنرستان پسران، یعنی همه اونایی که ما اون تایم دورم جمع شدیم نسل خوبی بود و زدیم و اصلا نمیدونستیم قراره چه اتفاقی بیفته. و میتونم بگم همه ماها درگیر موزیک شدیم حتی اگر رشتمون این نبود. من ریاضی قبول شدم، رفتم خواجه نصیر، از بس دور نشیم. بعد از 2 سال گفتم خب من دارم پول در میارم از موزیک، یعنی چی من برم رشته چیز بخونم؟ و خیلی استادم دیده بودم. پدرم هم میگفتش که تو نمیتونی از موسیقی تو ایران پول در بیاری،
خیلی جدی. پدر موزیسین من چون خودش توی وزارتخونه کار میکرد، وزارت کشاورزی که الان شده جهاد کشاورزی، کارمند اونجا بود، رئیس حسابداری، گفتش که تو نمیتونی از اینجا پول در بیاری از موسیقی. و من تو بهت بودم که یعنی چی؟ من از به دنیا اومدم تو خونم ساز دیدم، نوازنده دیدم، پس اینا چجوری زندگی میکردن؟ دلایل خودش رو داشت، دلایل شخصی اون زمان رو داشت. من شانسی رو که آوردم، بزرگانی رو دیدم تو موسیقی که ازشون خوب یاد گرفتم. پدرم میگه خب تو تجربی اکسپریمنتال برو جلو، تو که داری اوکی کار میکنی، تو داری الان پول در میاری، از این خواننده از اون خواننده گوششون صدا کنه. قاسم افشار، خشایار اعتمادی رو با هم سر تمرین رفتیم، نرفتم برای اجرا، نرسیدم اجرا. به قول معروف خیلی از عزیزانی که الان حتی شاید فیت شدن ولی حالا به تبع اشتباهات خودشون و یا خواسته های مارکتی فیت شدن، باشون کار کردن. پدرم میگفتش تو احتیاج نداری، داره پول در میاری، خب رشته تو بخون دیگه، چه ایرادی داره؟ تو میگم مهندس برقی و حالا سازم میزنی. و من ایدم خب چون منو میشناسی اینه که من خیلی ایدئالگرام، باید همه چی کادر باشه. اصلا خوشم نمیاد از اینی که حالا بریم این یه کلاس شنام بریم، حالا یه ژیمناستیک هم بریم، حالا بریم کلاس خطاطی، حالا نه. من آدم افراطی ام راجع به حداقل رشته‌های تحصیلی، رشته‌های آموزشی. باید تاشو در بیارم ببینم که آیا اصلا منو جذب میکنه یا نه. اصلا همینجوری هم من گیتاریست شدم. شما فکر کن من تا 10 سالگی اصلا از ساز دارم جای تیوی گیم استفاده میکنم، یه دفعه یه شبه میشینم پای ساز و شروع میکنم. آره و اصلا باعث افتخار نیست. این نشون دهنده اینه که ژن یهو انگار مثلا فعال شده، یا مثلا اون چیزایی که دیدم شنیدم تو خانواده‌ای که بزرگ شدم یه دفعه شروع کردم به این قضیه، رسیدم به اینجا. الان 2 سال دارم برق میخونم، شدم 20 ساله و اصلا من نمیفهمم. اوکی من درسم خوب بوده که دانشگاهی مثل خواجه نصیر رفتم، ولی یعنی چی؟ من دارم مدار منطقی میخونم، من دارم ریاضیات محض میخونم که چی؟ بعد من مثلا شب امتحانم بجنورد مثلا با آقای فلانی اجرا داشتم، حالا اسم نمیبرم، یا مثلا یعنی چی؟ اصلا تو آدم درس خون چی شده؟ پدرم نمیذاش. من مرخصی گرفتم، به جد نشستم خوندن دروس تخصصی هنر. رشتم ریاضی بوده، خیلی از دروس رو نمیدونستم. عملی اوکی بودم ولی تئوری نه تئوری موسیقی، تئوری های درسایی مثلا ترسیم فنی، حالا تایتل هایی که برای کنکور هنر. من تقریبا تا معادل فوق دیپلم در دانشگاه خواجه نصیر بودم که مرخصی گرفتم، شروع کردم خوندم. روزی 11 تا 10 بین 10 11 تا 12 ساعت درس میخوندم و برای اینکه کسی مطلع نشه و از ترس سربازی سازه رو که میزدم و کارا رو انجام میدادم، ولی مرخصی گرفتم که اگر 1 در 1000 اگر نتونستم اون موسیقی رو قبول بشم بتونم که برگردم به رشته‌ام، حداقل بری جلو برق. آره برق برم جلو و درگیر خدمت و این داستانا نشم. سر تا درد نیارم، امتحان دادم، نتیجه منطقه‌ای اومد، شدم 2 منطقه‌ای 11 کشوری. و دیگه بقیه‌اش خودت میدونی، یعنی سری میگم دیگه. دانشگاه تهران خوندم، فوقم هم معدل الف شدم. اون موقع آهنگسازی نبود فوقم، یعنی رشته آهنگسازی نبود در فوق لیسانس. نوازندگی گرفتم، لیسانس هم که اصلا گرایش نمیتونستی بگیری و در واقع من هم لیسانس هم فوق لیسانس هم رو شدم آهنگسازی. برای دکترا هم مثلا یه رشته داشتیم اسم پژوهش هنر جدیدن، مثلا که شنیدم اومده که دکترای خود آهنگسازی یا حتی در لیسانس دارن گرایش میدن آهنگسازی. چجوری شو ان شاءالله خود در واقع سازمان سنجش توضیح میده که چجوری در لیسانس داره گرایش میده به رشته ها. حالا بحث فقط موسیقی نیست، ولی اینجوری شد که دروس آهنگسازی رو من خارج از دانشگاه پیش اساتید دانشگاه خوندم. گوششون صدا بکنه دکتر محسن الهامیان، ایشون مترجم 52 جلد کتاب و رساله هستن برای موسیقی، مثل رساله سازشناسی کنت کنان. خدا رحمتشون بکنه، واسه افتخارم بود. حتی اگر از ایشون شماتتی دیدم باعث رشدم شد. پروفسور کمال پورتراب که همه موزیسین ها حتما یه بار به کتاب تئوری موسیقی ایشون، یکی از چند ده جلد کتاب موسیقی رفتم. بله و اساتیدی که حالا
تنگیز تخاویا گرجی بود، رفتم هارمونی خوندم، آقای الهامیان هارمونی خوندم و دیگه ذوق و غریحه و کلاس پیانو رو خودم به تبع دانشگاه اساتید میدونید که ما جزء دروس عمومی مونه که ما باید پیانو رو بدونیم و بزنیم. بله تا لیسانس و حالا میتونه حتی ساز تخصصی هم باشه. من در دانشگاه زمانی که امتحان عملی رو دادم به عنوان نوازنده یعنی تعهد دادم که چون کسری اون دانشگاه اون سال کنترباس بود، من ساز کنترباس دادم. از ساز، حالا برای شنونده ها میگم، دوستانی که از اساتیدی که گوش میدن عذرخواهی میکنم اینو توضیح میدم، جزء دسته سازهای زهی عارشه‌ایه و در واقع در رنج صدایی باس. بله. و در واقع اگه بخوایم صدا خیلی بمی داره، مثل در واقع گیتار باس که در سازهای زهی زخمی هستش، حالا این زهی عارشه‌ای و در سازهای از رسته سازهای عارشه‌ای هم در واقع مثل ویولون و ویولا و ویولون. بله خیلی رسید اونجا و دیگه آهنگسازی هم که دیگه خود شما گفتید نمیخوام وارد بشم. سوال بعدی تو دوست دارم که خیلی وارد جزئیاتش نشم، حوصله شنونده نه خیلی داستان پربار و رزومه جالبی رو گفت، با خیلی ها بس کار کردیم. یعنی اصلا اسم کسایی که بوده از بابک امینی شروع شد تا کلی آدم در واقع ایرانی، ارمنی و اساتید بسیار بزرگی که نام بردی و همه صاحب سبک و نسل خوبی هم نام بردی که نسل قرایمنش شد، تاج بخش و حامی و مسیحا و اعتمادی و قاسم افشار، همه اینا نسل جالبی بودن. در واقع اولین ها بعد از انقلاب بودن تو موسیقی پاپ به خصوص. دقیقاً. خیلی کوتاه اشاره کنم که خیلی یاد روزبه بهمانی افتادم. من زندگیشو داشتم میخوندم، خیلی جالب بود برام. نوشته بود که 3 بار میره دانشگاه و 3 رشته مختلف رو امتحان میکنه. در واقع اولا که فوتبالیست خیلی حرفه‌ای بوده روزبه، حالا شما میدونی من دور به خاطر خانم هنرمندان و رستاک و اینا در ارتباط هستی، مثلا در حد سلام علیکم خیلی من جزئیات زندگی ایشون رو نمیدونم. نه ولی من بیوگرافیشو خونده بودم، خیلی جالب بود. نوشته بود که در واقع اولا که خیلی تا 17 سالگی فوتبالیست خیلی حرفه‌ای، یعنی تا تیم مثلا نوجوانان جوانان ملی هم حتی دعوت میشه، ربات پاره میکنه مثل خیلی دیگه و میاد سمت در واقع چیزایی که علاقه داره،
اون مسیر رو میره که ما داریم تو موسیقی. حالا همین ایرانی هستن، مثلا سارا ناینی یکی از خواننده خیلی خوبه، خودم استاد آوازه و خیلی‌ها میشناسنش. سارا ناینی هم ژیمناستیکار خیلی حرفه‌ای بود که از یه ساختمون 2 طبقه سقوط میکنه و میره سمت موزیک. خیلی ببین خب من که دیگه هیچی، اصلا شهروند معمولی 0 موزیک هم که دارم دلی کار میکنم، ولی 2 سالم بود پام میشکنه جدی، یعنی یه دوچرخه خیلی بزرگ میفته و پام جراحی میشه پای چپم تو 2 سالگی. و من وقتی که مثلا میرم مدرسه فوتبال بازی کردنم بده، فوتبال خیلی میدیدم و هنوزم دوست دارم، ولی فوتبال بازی کردنم بد بود. گفتم خب چیکار کنم؟ کتاب میخوندم، موزیک میزدم. یعنی آدم سعی میکنه مسیرش رو ببره یه جای دیگه‌ای که دوست داره، وگرنه شاید مثلا خیلی دوست داشته باشن یه مسیر دیگه‌ای برن. میخوام بگم گاهی اوقات اتفاقا اینجوریه. روز ببینید بعد از اینکه ربات میده و اینا، اصرار حالا همون دانشگاه رفتن و تیپیکال حالا ریاضی تجربی رفتن و اینا، میره همون مکانیک، بعد انصراف میده کامپیوتر، بعد میره ادبیات. مثلا اینجاش خیلی برای خودم جالب بود، ادبیات رو شاید دیگه خب بابا این دیگه شاعره دیگه، داره ترانه‌های خیلی خفنی رو میگه، از داریوش داره این همه در واقع براش شعر میگه تا خواننده‌های داخل خودمون. الانم که دیگه مجوز گرفته فقط برای خودش داره شعر میگه. و این نکته جالب اینجاست که ادبیات رو هم انصراف میده، مثلا دانشگاه کلا قانعش نمیکنه. این خیلی جالبه. و این آدم 3 بار لیسانس رو رفته و انصراف داده، ولی واقعا اسمش موندگاره، جای درستیه. یعنی ترانه سرایی خیلی از ترانه‌های خوبی که تو این مدت شنیدیم در 20 سال اخیر واقعا. بله 100%. آره و شاید فوتبالیست میشد همچین شعرایی. ببخشید که صحبت شما رو قطع میکنم، اما میتونم یه نکته‌ای بگم. صرف دانشگاه رفتن نمیتونه قطعاً باعث موفقیت ما در اون رشته بشه اگه بخوایم مارکتی نگاه بکنیم، خصوص تو هنر. و به نظر من یه چیزی وجود داره که همون رشته‌ای که مثلا گفتم پژوهش هنر، شما راجع به کوچکترین مسائل زندگی هم میتونی پژوهش بکنی، اساتید بزرگی رو ببینی، هزینه بکنی و در واقع باعث تعالی و پرورش خودت بشی، هم از لحاظ علمی هم از لحاظ چگالی روحی، درک اون رشته. و من به خیلی از دانشجوام هنرجوام میگم که میگه دانشگاه، میگم ببین این همه مهندس داریم مثلا از یه رشته‌ای دارن میان بیرون، آیا همشون نامبر وانن؟ نه، صرفا نمره گرفتن. مگه ما خیلی وقتا، شاید هر کی از این حرفی که دارم میزنم، خیلی از دوستانی که دارن پادکست رو میبینن یا میشنون، در واقع بارها خوندن که فقط اون ترم رو رد کنن، ولی راجع به یه چیزایی مثلا طرف ممکنه اصلا مهندس کامپیوتر نباشه، ولی یه جوری مشکل شما رو حل و فصل میکنه و راجبش اطلاعات داره و دانش داره که شما لذتش رو میبری که 100 تا فوق لیسانس سخت افزار هم شاید نتونن این کارو بکنن. من دانشگاه رو صرفاً محیطی برای تلاقی زمانی و فیزیکی افراد میبینم. برای شما از برق نجات داد و آره رتبه تکراری. البته 2 سال پدرم با من درست صحبت نمی‌کرد دیگه، چون اینو نگفتم کسی نترسه. آره پدرتون شاد باشه، خدا رفتگان شما رو بیامرزه. 2 سال از دنیا رفتن، 1400 ایشون فوت کردن. البته بعد از اینکه من این خاطره رو میگم بابت اینی که روحش شاد باشه پدرم و همه پدرایی که و همه اساتیدی که ما رو ترک کردن. در نهایت بعد از اینکه دیدین مثلا در یک مجلس تحریمی میان در متن اون شخصی که فوت شده در واقع صحبت میکنن، 2 تا نکته رو راجع به پدر من گفتن. یکی اینی که از باورم نمیشد و من نفهمیدم، اون که بسیار آدم مهربونی بود که پوز نمیشه گفت، ولی راجع به من خیلی صحبت میکرده و دوست داشت. به عنوان برای پسر ارشد خیلی قشنگه که پدرش رو صحبت کنه. من اینو هیچ وقت تا زمان فوت پدرم نفهمیدم. بارها مثلا میگم شیرین سازتو بیار، مثلا فلان قطعه از فلانی که اجرا می‌کردی رو بزن، مثلا یه رپرتوار مثلا از پیازولا می‌زدم، گیتار کلاسیک. حالا یه مقدار فیوژن پیازولا که حالا در ادامه ان شاءالله راجع بهش صحبت می‌کنیم، یا مثلا فلان قطعه فلامنکو که از مثلا پاکو سرانو می‌زدی، مثلا اسما رو هم حتی به خاطر من تخصصی یاد گرفته بود. خب البته خودشون هم موزیسین بودن، ولی بعد از فوتشون من فهمیدم که 2 خاصیت داشتن مثل من، در واقع از من، یعنی 2 حسن، به کلمه‌شون بزنین درست بگم اشتباه من نشه، از من در 2 جا یاد می‌کردن. یکی موسیقی و یکی اینی که خیلی سمجم. من خیلی سمجم، یه چیزی رو که شروع بکنم تا تهش رو نبینم
نمیتونم سرسری ولش بکنم بگم خب این که نشد. و من همینجوری مقام کشوری هم آوردم تو فیزیک بدنی، بدنسازی، حالا به قول دوستان شاید خیلی اگه یادت باشه با من که کلاس می اومدی باشگاه میرم و باشگاه دیگه باشگاه آره اصلا اینجوری بود که خب رژیم بگیرم، حالا راجب تغذیه بخونم. میگم یکی سماجت من پدرم میشه صحبت میکرد، دو اینی که راجب موسیقی من توی خانواده‌مون یکی از کسایی شدم که خیلی با مارکت درگیر شدم و خیلی با خواننده ها و آهنگسازها و استودیودارها و مثل من عاشق گربه بود. من عاشق حیواناتم و عاشق گربه. آره این دوتا رو همیشه میتونم رو بگم که پدرم هم راجب سماجتم و حالا کار کردن موسیقیم صحبت میکرد و جفتمون نقطه مشترکمون گربه. آره حیوانات. آره خیلی هم عالی. بریم آیتم ببینیم. سال 97 من از استاد درخواست کردم که ترک غلط رستاکو با هم دیگه اجرا کنیم، من بخونم گیتارشو ایشون بزنه. یادم میاد. آره خیلی هم حال داد، اینقدر چسبید. من چون مثلا هفته قبلش ایشون تو مثلا بند خود رستاک اینو زده بود و اصلا خیلی باعث افتخار بود که من داشتم اونو تو کلاس با هم دیگه اجرا می‌کردیم، اورجینال همون گیتارو. خیلی حال داد. اینو بریم کوتاه با هم ببینیم، برمیگردیم. یه خونه که با شهر کاری نداشت، یه کوچه که آروم و بنبست بود، یه گل صفایی پر از عطر یاس، هوایی که از بوی گل مست بود. تو رد می شدی خونه گل می گرفت، صدای قدم ها تو تا می شنید، دل پنجره باز می شد تو باد، غم از پشت شیشه سرک می کشید. غلط کردی عاشق شدی لعنتی، غلط کردی پرده رو پس زدی، یه رویا ازت تو سرم داشتم، غلط کردی به رویاهام دست زدی، غلط کردی عاشق شدی لعنتی، غلط کردی پرده رو پس زدی، یه رویا ازت تو سرم داشتم، غلط کردی به رویاهام دست زدی. من و پنجره حالمون خوب نیست، چه آرامشی پشت این پرده بود، بگو خاطراتت از اینجا برم، ببینم کسی دعوتت کرده بود. بله در خدمت شروین شهبازی هستیم، به خودش مفصل آشنا شدیم و امیدوارم که تا اینجای برنامه رو دوست داشته باشین. ما سوژه‌مون رو بریم سمتش. حالا آره موضوع موزیک که حالا خیلی دیگه اصلا گاهی ها تعصبی میشه، حزبی میشه، اونا رو خیلی کاری ندارم. مثلا بعضیا میگن فقط موزیک قدیم، یا سری میگن فقط موزیک جدید، یا سری میگن فقط رپ. به خصوص میگه سمت رپ و راک و متال تعصبا خیلی بیشتر میشه. میگن آقا این دیگه مثلا به خصوص مثلا متال هدا اگه دقت کرده باشی، میگن آقا این ته موزیکه، بقیه دیگه اصلا در لول های پایینتر قرار دادن، شاید مثلا خوشون بیاد. یه توافق نظری هم ایرانی‌ها دارن راجع به خانم هایده. تقریبا هر کسی که رپ گوش میده، متال گوش میده، راک گوش میده، پاپ گوش میده، سنتی گوش میده، هایده رو تا حدودی قبول داره که صدای خیلی زیبایی داره و مثلا خیلی دعوا نمیشه سرش. اما مثلا خود استاد شجریان سرش دعواست. مثلا خیلی‌ها میگن که نمیدونم به خاطر مسائل سیاسی ما قبولش داریم یا نداریم، یه سری میگن حالا اونقدری هم بهترین صدا نیست، دعواهایی با استاد گلپا داشته. حالا میری مثلا طرفدار اون فنو میبینی، مثلا اون سبک رو میبینی که مثلا داره یه دعوایی چینی میکنه. یه بحثمون اینه و سال اولم اینه. سال دوم راجع به اینه که به مرور زمان موزیک ها به سمتی رفتن که ما
داریم می‌بینیم که همونطور که تو خیلی کارها ربات‌ها دارن جای آدم‌ها رو میگیرن و تو موزیک ایران هم ما الا ماشاءالله تو خواننده پاپمون به خصوص خواننده‌هایی داریم که پلی بک تور و اتوتیون یا همون دستگاه‌های حالا اصطلاحاً میشه گفت تلخیص صدا و صدا رو صاف و صوف کنه و رو نوت بیاره و فالش نکنه و اینا. آره از اینا الا ماشاءالله زیاد داریم و کلا کنسرت‌ها خیلیش دست این هاست. حالا ای آی دیگه چه فرصت خوبیه که دیگه اصلا دیدی مثلا میگن پایان نامه رو دیگه بدیم چت جی پی تی بنویسه، یا مثلا چه میدونم یه سری کارهای مدلی رو قبلا و کلی بعد زحمت میکشیدی. مثلا خودم آخرین نسلی شاید هستم که پایان نامه‌مو خودم نوشتم واقعا هوش مصنوعی استفاده نکردم و بعدا چه ضرری کردم، مثلا چقدر میتونه زودتر تموم بشه. ولی ای آی حالا یه جایگاهی داره که هم میتونه کمک کننده باشه. طبیعتاً دنیا هم و موزیکای خارجی هم داریم میبینیم که از ای آی داره بیشتر استفاده مثبت میکنه. مثلا اگه تا یه روزی باید یه کاری رو میخواست قشنگتر در بیاره، خیلی هزینه و کاست کلا بیشتری داشت، حالا با ای آی داره از زمان کمتر، ولی نه که کلا اون ربات یا اون در واقع هوش مصنوعی بیاد جای این رو بگیره، ولی مثلا به صورت کمکی اومده. ما ولی مثلا چون من خواننده دیدم که 2 ساعت کنسرتش رو داره اتوتیون استفاده میکنه، یعنی هیچ فرقی با ضبط ماشین نداره. خب ضبط ماشین هم داره موزیک پلی میکنه، من اومدم کنسرت که لایو تو رو ببینم و همچنین یه سری تنظیم‌های مخصوص کنسرت رو ببینم، چون آن چیزی که تو ضبط ماشین ترک گوش میدیم اوج هنر اتفاقا خواننده‌ها و نوازنده‌ها اینه که تو کنسرت یه جوری اجرا میکنن که تو رو به وجد میاره و یه نسخه انگار جدایی از اون چیزی که در ضبط ماشین و استودیوی ضبط در واقع بوده داریم میشنویم. راجع به اینا می‌خواستم بیشتر صحبت کنیم. اول راجع به این که موزیک، حالا شما چون بیشتر تخصص داری، درسش هم خوندی و اینها و تجربه داری و اینها، کلا به چه صورت می‌بینی و امروز موزیک رو در واقع؟ بذار من این سوالو یه جا داشتی شما صحبت می‌کردی یه دیالوگ جالبی گفتی، من همیشه تو ذهنم بود که اگر به یک تریبونی رسیدم این دیالوگو بگم. حتما بگو. آره اینجا ازش پرده برداری کنم. آره. ببین من برای اینی که بتونم منتقد خوبی باشم باید سواد مهندسی معکوس داشته باشم. آدم ها اگر از چیزی دفاع میکنن یا چیزی رو میکوبن اصلا به خاطر اون شخص یا اون سبک یا اون کار نیست، برای دفاع از تعصبات کورکورانه خودشونه، چون سواد ندارن راجع به اون رشته. درست. من اگر بخوام اسمی به نام بزرگی به نام استاد شجریان نقد بکنم، اولا بهترین یعنی چی؟ شما مگه میدونی خدا قراره چی خلق بکنه؟ آیا شخصی بهتر نمیاد از من نوعی، از استادم، از به قول حالا امروزی ها گاد قضیه گادتر نمیاد؟ چرا؟ خدا داره خلق میکنه. پس این حرف، این انتقادها، اینی که دارن میکوبن، من همیشه این رو دوست داشتم بگم، ما برای انتقاد سواد انتقاد باید داشته باشیم. من اگر دارم اسم استادی مثل آقای شجریان رو میبرم، مثل آقای کیوان کلهر رو میبرم، قطعا همه ما فرشته الهی که نیستیم که یه اشتباهاتی داریم، جایی ساز زدیم که نباید میزدیم، کاری کردیم که نباید انجام، فالشی داشتیم و همه شاید یه نبایدی رو انجام دادیم. اینی که میان هزار حسن اون بزرگ رو رد میکنن و یه دفعه برای دفاع از حرفهای بدون در واقع ریفرنس علمی خودشون یک نفر رو نقد میکنن، این قشنگ نیست. من همیشه باش مشکل داشتم. این تا همینجا بازش نکنم بریم راجع به مسائل دیگه. من حتی تو نوازندگی هم همین بود. شاگردای استاد فلانی، شاگردای استاد بیساری رو دیس میکردن. آقا اینا سواد ندارن، آقا اینا فلانن، اون استاد فلانی بیسار است. آقا خیلی خوب، شما یاد بگیر، چکیده این استاد، چکیده اون استاد و بزرگ شو. شما مگه فقط مثلا خودتو بگم، شما مگه تنها معلم سازت من بودم؟ شما رفتی نفرات زیادی رو دیدی و به یه چکیده ای از ماها رسیدی، علاقه تو پیدا کردی و رفتی جلو. این از این. اما راجع به صنعت موسیقی به یه چیزی بگم. ما از دو وجه میتونیم انتقاد بکنیم، یکی مارکت، یکی علم موسیقی. وقتی ما داریم میگیم مارکت، صرفا نباید علمی باشه. شما همیشه یک کچلوار دوخت ایتالیا میپوشی با کفش‌های ورنی و عطر تلخ، یه زمانی هم تیشرت میپوشی، پیرن روش میپوشی و یه آرایش ساده صورتت داره میای بیرون.
این در واقع وقتی ما صحبت مارکت میکنیم صرفاً علمی بودن مهم نیست، مهم مخاطب داشتنه. حالا این مخاطب میتونه یک پزشک باشه، میتونه یک پسر 15 ساله، یک دختر 15 ساله، یک تینیجر باشه، میتونه یک شخص با درجه علمی بالا باشه، میتونه یک شخص با درجه علمی پایین باشه. بنابراین کسی که بین وایساده و داره هر سلیقه رو نمیتونم بگم، هر سطح گیرایی رو مورد نوازش روحی قرار میده، میشه شخصی به نام بانو هایده. ما نگاه نمی کنیم که ابی، حالا اگر چون داری اسم میبری دارم اسم میبرم، آره حتما نمیدونیم تو چه شرایطی بوده اونجا رفته. من 40 پدرم مجبور شدم اجرا برم. اگر نوت فالشی از دستم در رفت، یعنی من نوازنده نیستم یا نوازنده پایینی هستم؟ قرار داده. و ما داریم راجع به مارکت صحبت میکنیم. متال، من سبک رو هیچ وقت نفهمیدم، نه میفهمم. من اون چیزی که تراوش ذهن اون لحظه من باشه رو در مقابل مخاطبم میذارم، خیلی لخت و بی پرده. حالا شخصی با توجه به چیزایی که گفتم سوادش رو داره منو نقد میکنه، یکی نسبت به مارکت منو نقد میکنه، یکی هم نسبت به اناد شخصیش هستن با منو نقد میکنه. اوکی، من باید این حرفا رو بشنوم. یه روز بگه عزیزی از فامیلامون که دکتر دندون پزشکی، گفتم چرا اسم نمیبرم، چرا فلان خواننده رو گوش میدی؟ آخه این چیه؟ گفت بغلم تو ترافیک داد نمیزنه. خیلی این حرف نکته داره ها. یعنی تو صرفا نباید آقای فلانی که خیلی صدای قرایی، خانم فلانی که خیلی صدای قرایی داره رو بذاری و گوش بدی، چون اصلا اون موزیک برای ماشین نیست، اون برای اینه که تو تنهاییت نشستی و از هنر صدای اون طرف، هنر موسیقی اون طرف لذت میبری. شما تو ترافیک که 4 نفر پیچیدن جلوت، توقع داری مثلا قلب تو قلب پرنده رو گوش بدی و در آرایه‌های ادبیشو بفهمی که آیه ترانه‌سرای این اثر چی گفتن؟ نه قطعاً. اصلا لزوما اوج صدا نیست، یعنی اصلا اوج صدا یه المانه. دو تا موزیسیانی که خودت میشناسی میتونم اشاره کنم، سعید مدرس و میلاد درخشانی. بله. هر دو واقعا درجه یکم. میلاد درخشانی که سازهای خیلی زیادی هم میزنه، دوستان خودمون مرز آره اصلا شرق و غرب و تو ساز و آواز و اینا واقعا تغییر داده، نشون داده همه چی میشه، واقعا همه نوع سازی زد، همه نوع در موسیقی اجرا کرد. توناژ صدای بسیار لطیف پایین ولی اوجها اجرا میشه، نکات رعایت میشه و دقیقاً کسی که موسیقی رو بدونه میدونه اونم یه موسیقی درجه یک در کلامت. یعنی رسیده به اینی که اون نکات علمی رو برای به زیباترین شکل داره در مارکتی که خودش برای خودش تعریف کرده. ما اگه بخوایم وارد مارکت موسیقی فعلی بشیم باید به مد رفتار کنیم و اگه بخوای پول در بیاری، صداهای نازک یه تایمی بود، یه تایمایی شد من به خنده میگم صداهای کلمه قشنگی خیلی سخیفه، ولی بذار بگم که ببینن، یعنی ما بین خودمون تو موسیقی میگیم صداهای طلوع سپیده دم لاتی. حالا مثال نمیزنم چون من این دو عزیز رو دیدمشون و زحمت خودشون رو کشیدن. هر بارین در رو این یه لحن لاتیه دیگه داداش، مثلا در واسه چی محکم بستی. البته اصلا اشتباه میگن ها. آره شعر هم اشتباهه، اصلا شعر رو اشتباه، من بارها دیدم اشتباه هم نقدش کردن، الان واردش نمیشیم. میگن هر بار این در رو محکم نبند رو نیست، یعنی هر بار، یعنی هی منو ترک نکن، من قصدش این بود یه ذره بد گفته. ولی من یه ترانه سرایی رو دیدم که خیلی جدی داشت میگفت هر بار این در رو محکم، یعنی این در رو اگه داری میری برو ولی محکم نبند. ولی منظورش اینه که یعنی اینقدر قاطع تا حرفت میزنم نرو. این اصل ترانه اینو داره میگه، یه ذره بد گفته. ولی من فکر می‌کنم همش یاد در میفته. آره اصلا قضیه این نیست. منظورش اینه که تا من به حرف میزنم قهر نکن برو. ولی خب یه ذره زبان جالبی شاید نگفته. اگه بخوایم مارکتی نگاه بکنیم، بذار برگردیم سر اینجا. من مارکتی باید مارکتی بسازم، پس میشه سفارش. چیزی که سفارشیه قطعا نمیتونه سلیقه من آهنگساز، من تنظیم کننده، من خواننده باشه. پس وقتی که من درگیر مارکت میشم و نگران اینم که آیا میتونم سالن 500 نفری پر کنم یا 5000 نفری و دغدغه‌م این میشه که چقدر من باید تو این دنیا هزینه بکنم برای این ایده هام، آهنگ هام مثلا،
تا بیاد بیرون به گوش مخاطب برسه، تبلیغات بکنم و بعد حالا اصلا خوششون بیاد یا نه. شما اول صحبتات چند دقیقه قبل، چند جمله قبل به من برگشتی گفتی که، یعنی داشتیم با مخاطبین صحبت می‌کردیم، گفتی که موزیک دیگه اونجوری مثل قبل تولید نمیشه. اتفاقا چرا خیلی فله‌ای تولید میشه؟ چراشو بهت میگم. یه در یک پلتفرمی، من منظورم دقیقاً موزیکی بود که دقیقاً یه سبک قدیمی موسیقی آلبومی داره تولید میشه، سینگل ترک داره تولید میشه، وگرنه که آره مثلا روزی 800 تا 1000 تا داره کار بیرون میاد که اصلا دیگه تاریخ مصرفش به ثانیه شاید اصلا باشه. به مصرف نمیرسه. به مصرف اصلا نمیرسه. یعنی در خط موزیک تولید نداریم، به انقضا خواننده نداریم. ما دهه 1400 ببین دهه 80 میتونستیم تو پاپ بگیم آقا بابک جوانبخش اومد، رضا صادقی اومد، احسان خواجه امیری اومد، زنده یاد بهنام صفوی اومد و خیلی اسم میشه بود. 1400 من میتونم بگم عرفان طهماسبی دارم ازش موزیک میشنوم، از عرفان طهماسبی. کنسرتش رفتم، چرا یه بار رفتم و به همون اسم من مشکل شخصی بهشون ندارم، ولی با همون خلوصی که داره میخونه اون خلوص رو تو کنسرت نمیبینی، چون تهیه کننده بهش اونجا مارکت میبینی. آفرین. دقیقاً. نه میخوام بگم که حداقل از نظر موسیقی تولید کردن دارم موزیک میشنوم، متفاوت از شروین حاجی پور دارم موزیک میشنوم، میدونی، و آرمان گرشاسبی دارم موزیک میشنوم. 100%. و وقتی علیرضا قربانی، همایون شجریان کوچ کردن سمت پاپ و تلفیقی هم دارم موزیک میشنوم. اینا رو دارم الان، حتی همین الان 1404 دارم میشنوم، ولی انگار مثلا دارم فکر کنم 5 سال دیگه 10 سال دیگه انگار هیچ چیزی واسه اصلا همین امسال 404 الان ماه آبانیم دیگه، کی معرفی شد که بگیم مارکت نیست موزیکه، مثلا علم موزیکه ولی داره به مارکت هم میآید، چون بعد این اتفاق تلفیقی بیفته دیگه طبیعتاً، یه بخشش مارکته یه بخشش علمه و موسیقی باید تولید بشه دیگه. ما اینو من دارم این داره جاشو به ربات ای آی و اینا میدونی، بحث امروز ما اصلا همین. اصلا میخوام برم سمت آره. همون تلفیقی که ما میگیم، در واقع میشه گفت کلمش، حالا دوستانه که تازه از فرنگ برگشتن میگن فیوژن. فیوژن در واقع میتونه تلفیق و یه جور تلفیق و ترکیب بندی جدیده و خارج شدن از یک چهارچوبه. مثلا همونجوری که شما اشاره کردین، آیه مثلا همایون شجریان یا جناب قربانی، اون رنگ و حالت و صوت و ریتم رو آوردن و به سمت موسیقی ساده فهمتر و در واقع نه دم دستی تر، ساده فهمتر آوردن و بسیارم موفق بودن، بسیارم کار شاخص زیبایی داشتن و مهم اینه که نکات علمی هم توش بوده. هم مثال من همیشه با دارو میزنم، شما سرت درد میکنه که قطعا نمیری 8 مدل سرم بزنی 4 مدل شربت بخوری، که قطعا یه قرص ساده میخوری. شما برای زخم روحیت یه وقت علیرضا قربانی گوش میدی، یه وقت برای حال خوب روحیت داری ساسی مانکن گوش میدی. اینا هر کسی بگه نه من به تو همینجا قاطع میگم دروغه. ادا، حالا از ادا که نه، من تو عروسی مثلا دورژاک و هندمیت گوش میدم، مگه از این کلاگیسای سفید دارم با مثلا جوراب تا زانو و یه کت قرمز میام تو مثلا؟ نه، اصلا همچین چیزی نیست. هر چیزی یه جایی داره. ولی راجع به موسیقی ای آی بگم، برسیمشون اینجا. ما یه اتفاق جالب داریم با، شاید شما گفتید 2-3 سال اخیر، من میتونم بگم از 1950 به این ور ما درگیر ای آییم و هیچ کس نمیدونه. الان توضیح میدم. آره. ولی توضیح 2-3 سال اخیر پر رنگ شده و داریم اسمش میذاریم استفاده ای آی، در ایران شد استفاده عمومی شد. احسنت. ببین مثال برات بزنم. اوتو تیونی که شما میگی، حالا بذار راجع به مارکت خودمون بگم. نونو دلقه که آقای اصفهانی رو گوششون صدا کنه، بی‌نظیرم اصلا، شما میدونم اصلا استاد بلا منازعه و من دوستشون دارم، اگرچه هیچ وقتم باشون کار نکردم. چرا ما اومدیم از یک اوتوتیونه با دیپ بالا، با اون حالا پچایی که داره استفاده کردیم و صدا میگفتن کامپیوتری شده. خب این یه استفاده بود، نو بود. بعد فهمیدیم آقا این اصلا برای اینی که اگر شما فالش خوندی، در واقع اون سافر، اون نرم افزار تشخیص میده که نوتتو برسونه به اون نوت اصلی که مد نظر بوده. مثلا قرار بوده فا بخونی، فا رو یه ذره کم خوندی، کوکش کمتر بوده، میرسونت به اون. و اگر بیش از یه حدی شما فالش بخونی، این
این سردرگم میشه و در واقع میره یه نوت دیگه یه ممکنه اجرا بکنه یعنی اون ویو ما رو به اون سمت میکشه و صدا میشه اون کامپیوتری که مردم میگفتن. یا این لفظا رو به کار میبرم چون ما میشنویم اوپتیس اکتیسی که میگفتن، در واقع کیک و اسنیر درام کیتی که داره پلی میشه و الکترونیکه، اینا همش ای آیه. از یه لوپ ساده یه ریتم که ما اون کیبورد یا حالا با عوام اون ارگ جلومون یه دکمه میزدیم یه ریتمی رو پخش میکرد، اونا همه ای آیه ولی بر اساس داده های انسانیه. اینها داره بهت کمک میکنه که ایده بگیری اگر تخصصت این رشته نیست. چند نفر رو شما فکر میکنی الان در موزیسین‌های داخلی میتونن بشینن و برای درام نوت بنویسن؟ خیلی کم. هیچ کس شما زرسقاطه میگم هیچ کس. یا باید طرف درامر باشه، احتیاجی نداره. اون یک کلیتی میده، یه سمپلی میده، میگه این رو میخوام، نظراتشو میگه و خواسته ها و المانایی که میگه رو میگه و نوازنده میزنه و یا با یک در واقع سمپلی با یک صدایی از پیش تعیین شده که بازم اینم جزء ای آی ها هست میچینه اینها رو و اون ادواتی که میخواد میچینه و به صورت لوپ وار تکرار شونده پلی میشه و حالا المانایی که میخوادن بهش اضافه میکنه در طول مسیر. اینا همش ای آیه. الان ای آی که دست همه هست و داره استفاده میشه، از همون مثالی که از آقای اصفهانی زدم تا اومدیم جلوتر، همون واژه اوپتیس اکتیسی که گفتم، تا اینکه میایم جلو همه اینها ای آی بوده. اما مثل بشر اولیه که میرسیده به یه اتفاقی و نمیدونسته چیه و به وجد میومده، اون غلطی رو هم که اون کار غلطی رو هم که انجام میداده فکر میکرده خیلی باحاله. ما هم دقیقاً در راستای استفاده از تکنولوژی خیلی جاها رو غلط رفتیم ولی با همون غلط‌ها خیلی آثار ماندگاری رو گذاشتیم. نون و دلغک، این اوتوتیونی که توش وجود داره، خود فکر میکنم اگر اشتباه نگم تنظیم بهروز صفاریانه یا پدرام کشتکار. من عذرخواهی میکنم همینجا ازشون اگر من دارم اشتباه میگم و داره اتفاق میفته. نگاه میکنیم میبینیم که سبک یه مدت اسم میبرم اجازه دارم؟ سبک بنیامینی، حالا این که دیگه ای آی نبود، با حالت تقطیع و خارج از تحریرهای اضافی و منم کنان که خواننده ها تا میخواستن بگن من خیلی خواننده گردن کلفتی هم، شعر و فدا میکنن، یه چهچهی یا حالا درست و غلط ول میدادن توی اون ملودی، واقعا ول میدادن به معنای کلمه. چقدر آقای شهریار قنبری ناراحت شد سر بوی ایدی که بنیامین اومده بود. چون حالا اصطلاح موسیقیش رو یه خورده حالا داریم تمام تلاش میکنیم عمومی صحبت کنیم و خیلی تخصصی نریم، ولی ما به هر حال شما استاد هستی رو من دارم جسارت میکنم، یه لگاتو داریم یه استکاتو داریم دیگه. استکاتو یه تقطیعی خوندن مثل سبک فرهاد و فریدون فروغی، لگاتو یک در واقع پیوستاره، یک تحریر زدن ها بیشتر لگاتو هستن و در واقع نوت های پیوسته میشنوی، ولی هرچند میری سمت مثلا سبک فرهاد و فریدون فروغی کلمات با تحریرهای کم داره ولی در واقع قاطع دارن اجرا میشن. اصلا بوی ایدی فرهاد سر استکاتو بودنش خاصه، یعنی میشه گفتش که یه ترکی که اونجوری پذیرفته شده اونجوری خونده شده، شما بیا اینو لگاتو کنی سبک بنیامینی که داری اینجوری میخونی ترانه سرا میاد در واقع یقتو میگیره میگه داری چیکار میکنی. دقیقا همینه و به نظر من این مد شدن در مارکت وجود داره. از طرفی هم تکنولوژی که بهت میرسه گاهی اوقات از روی اینی که داری تجربه میکنی و تجربه اصلا هنرمند همینه، تجربه میکنه، تجربیاتش در اختیار دیگران میذاره، یه وقت تبدیل میشه به یک شاهکار که حالا عوامل زیادی داره و یه وقت هم با اینکه شاهکاره از نظر علمی ولی جواب نمیگیره، چون فقط علم مهم نیست تو مارکت، شرایط اجتماعی، شرایط روحی اجتماع در واقع. خیلی از صنعت‌های دیگه که مده، مثلا از نوع لباس و پوشش و اینا، باورتون شما نمیشه اینا تمام اینها در یک موسیقی تاثیر میذاره. چرا؟ مثال میگم، وقتی که میخوان همین خواننده‌های امروزی مثلا فرزاد عزیزم، فرزاد فرزین، وقتی که میخواد موسیقیشو دهه 60 اجرا بکنه با آرایش لباسی مثل اون موقع میره یا موزیک ویدیو رو اونجوری میسازه برای اینی که فقط موسیقی نیست، اون حالا هوای اون تایم بوده، نه اینکه مثلا بگیم فلان خط ریش باعث میشده این موزیک موندگار بشه، نه بعدن نبرن استفاده بکنن توی
فول شو نمیدونم این هومن تکاو یا افراد این چنینی منتقد یوتیوبی. و منظورم اینه که یعنی حال و هوای از چند جهت حال و هوا رو به وجود می آوردن که میشده یه شاهکار میمونده. شاید من اگه بخوام بهتون بگم بخندین، میخوام برسم به ای آی، من به جرأت بهتون میگم و هر کسی بگه نه، من میتونم این رو با نرم افزارهای امروزی 90% خواننده ها و موسیقی ها فالش بوده. هر کسی میگه نه، من به ما از همین تریبون از شما خواهش میکنم به من کانکتش بکن، تو استودیو برنامه ضبط میکنیم. ستار فالشی داشته، داریوش فالش بلا منازع بوده، کلا نوع صداش رکورد که میشده کم داشته، نوت کم داشته، نه کم داشته، نه نظر چیزی در واقع نوت ها رو کم میگرفته. ذهیایی که رکورد میشده بارها توش خطا وجود داشته، اما موندگار بوده چون بر اساس یک نوع بوده در اون تایم، نه فالشیه ها، اون استایل. کسی اصلا انقدر درگیر اون نوع بودنیه بوده، مثل همون فرکانسی که گفتم اوتوتیونی که در نونو دلغک مثال زدم، عاشق اون بودم، اصلا اون گوش مثلا واسش مهم نبود یه فالشی رد شده. اینجا خواننده یه نوتو کم گرفته. در واقع به قول دوستان باز از فرنگ برگشته، کلمه انگلیسی بلغور نکنم، ولی هیومنایز قضیه رو از هنر وقتی جدا میکنی تبدیل میشی به یک جنس خالصی مثل فیله. یعنی میتونه فیله خشک بشه دیگه وقتی میپزیش. وقتی هنر رو انقدر لختش میکنی و پالایشش میکنی تبدیل میشی به یک آهنگی که یک اثر هنری که حالا آهنگ چه میدونم راجع به هر هنری، حالا ما داریم راجع به موسیقی صحبت میکنیم که تبدیل به یک اثر هنری میشه شبیه فیله، خشک و بیمزه. حالا هر چقدر که شما بگی این پروتئین داره. حالا چرا ای آی اینجا به ما کمک میکنه؟ کانسپت احساس خیلی مهمه. اصلا مهمه. شما 90% فالش شده، موندگاری سر کانسپت احساس و ترانه‌های درست، آهنگسازی‌های درست بوده. دقیقاً. و وقتی که شما میای میگی که آقا چرا فلانی از دیوایس مثلا وایس لایو استفاده کرده روی استیج، این داره سر من کلاه میذاره. نه عزیز من، انسان با کامپیوتر قدرت رقابت نداره. نه اینکه قدرت رقابت نداره، بذار حرفم اصلاح کنم، اصلا دو تا وجه متمایز داره. کامپیوتر اصلاح شده و به قول معروف آن کادر شده، همه چیزو بهت میده. تو چجوری خطای انسانی رو میخوای بذاری بغل کامپیوتر؟ قبول دارم ها، خیلی از این دوستانم توسط همین هوش مصنوعی ها و دیوایس ها و پلاگین ها و شدن پوشش نقطه ضعف شد. اما وقتی تو داری 0 تا 100 روی استیج از موسیقی الکترونیک استفاده میکنی، انسان اونجا چی میگه به عنوان خواننده؟ وقتی حتی من نوازنده زیر پام کلی پدال و مولتی افکت و رک و دارم برای پالایش صدا، چه جوری توقع دارم خوانندم با یه میکروفون رو استیج بیاد؟ این حرف خیلی، یعنی هیچ کس این رو هیچ جا من ندیدم باز بکنه. شما موسیقی که داری اجرا میکنی که یک موسیقی نرم افزار محور با استفاده از کلی از ای آی ها، هوش‌های مصنوعی، چیزهایی که خطا ازش در مقیاس 1 میلیونیوم گرفته شده. چه جوری یک انسان رو میذاری وسط یک مشت ماشین که حتی نوازنده هاشم با همون ماشین ها دارن میزنن، ولی توقع داری اون خواننده برای اینکه برسه به رنگ صوتی که تو اون کنسرت هست، چرا از دیوایس وایس لایو استفاده کردی؟ یعنی چی؟ باید استفاده کنه. خارج از کشورم داره اتفاق میفته. ولی من منکر اینم نمیشم در راستای صحبت شما پارسا جان که میگی بعضی دیگه دارن با این کلاهبرداری میکنن. بله این همیشه بوده دیگه. استفاده از یک چیزی که میتونه باعث پیشرفت بشه، استفاده زیاد ازش میتونه باعث کلاهبرداری بشه. من این رو قبول دارم. حالا طرف داشته تو کنسرتش از وایس لایو استفاده میکرده، خب شما مردم نمیدونن بر اساس چی کار میکنه. مثلا این دیوایس شما اگر داری در می مینور میخونی، توسط اون علامت ها و نوت هایی که در می مینور وجود داره بهش داده ها رو میدی و صدات رو اگر عقب جلو باشی تیون میکنه. خیلی کوچولو.
ولی حالا یه وقت طرف یادش رفته گام آهنگ عوض شده، نزده این المانا رو اضافه بکنه، خب اون دیوایس به ضرر خود بدبخت خواننده هم استفاده شده. یعنی در واقع مثلا طرف داشته تو می مینور میخونه، گام ترک در می مینور بوده و وایس لایو روی فا مینور مثلا هنوز بوده و فالشی رو دوبله کرده. یعنی این وسط باز هم انسان مهمه که داره از اون دیوایس چه استفاده میکنه یا از اون ای آی چه استفاده میکنه. من خیلی قبول ندارم این رو. کلاهبردارها رو قطعا اینجا ردشون میکنم، کسایی که هیچ سوادی ندارن و به زور اینها فکر میکنن قرار اتفاقی بیفته. نه، همچین چیزی نمیشه. ولی از طرفی هم میگم که بنا بر موسیقیت شما باید از این دیوایس ها استفاده بکنی، چون تو نمیتونی یه قسمتت کامپیوتر باشه یه قسمتت انسانی باشه، بر اساس توانایی های یک انسان باشه بقیش کامپیوتر باشه. نمیشه، میزنه بیرون. ما حتی تو کنسرت ها یه وقت میگیم از حالا دیوایسی استفاده بکنیم که کیک ها یا تبل بزرگ درام، حالا برای عوام عرض میکنم، تبل بزرگ درام صدای الکترونیک بده. خیلی خوب، بعد ردش میکنیم میگیم مثلا 5 تا ترکمون اینجوریه، مثلا 10 تا ترک دیگه ای که میزنیم همش بر اساس سازهای آکوستیک داره اتفاق میفته، پس اصلا اونم بیخیال میشیم، اونا رو هم میایم با استایل آکوستیک میزنیم دیگه. نه از ای آی استفاده میکنیم، نه از دیوایس خاصی استفاده میکنیم، نه از مولتی افکتی، نه از رکی، نه هیچی. و طبیعیه که آقای شجریان نباید از وایس لایو استفاده بکنه، بخاطر اینکه موسیقی ایشون موسیقی آکوستیک محوره. یعنی سازها دارن به خالص‌ترین حالت ممکنهشون اجرا میشن، نه بر اساس دیوایس خاصی یا در واقع نرم افزار خاصی. ولی به تبعش وقتی مثلا سیروان میره روی استیج قطعا باید دیوایس باشه، باید باشه. خب تمام موسیقیش الکترونیک محور، یکی از بهترینای ما در موسیقی الکترونیک در ایرانه و باید اون دیوایس باشه. حتی نوازنده های سازهای آکوستیک هم باید از این سری دیوایس استفاده بکنن که بتونن خودشون رو به جنس موسیقی سیروان نزدیک بکنن. حالا اگر یه سری منتقدین میان اینها رو نمیگن و برای ویو گرفتن این عزیزان یا هر عزیز دیگه نقد میکنن، این میتونم بگم عناد ورزانه است و اصلا چیز جالبی نیستش و در واقع برای ویو گرفتن و حالا اهداف خودشون. دقیقاً. خیلی عالی. تا اینجا تونستم نظرمو. عالی. خیلی واقعا داری خیلی زیبا داری میگی و من خیلی ناراحتم که وقت برنامه داره کمتر و کمتر میشه، ولی اگه موافق باشیم بریم از تهران بریم آمریکا. یه گفتگو داشتیم، یه ارتباط تصویری داشتم با تابا، موزیسیانی که اونم گیتار میزنه و در بندهای در واقع خود آمریکا در واقع داره ساز میزنه. اونم تحصیل کرده موسیقی در اونجا و کالج اونجا رو درس خونده و عرض کردم اول برنامه که گروه بوشهری سیریا هم تو خارج از کشور نوازنده مهمانشون تابا بود. راجع به همین AI موسیقی حالا قدیم و جدید و تمرکز روی AI نظر تابا رو هم پرسیدم. این هم یه گفتگوی کوتاه چند دقیقه‌ایه، بریم با هم ببینیم برمیگردیم. تابا جان سلام. خیلی خوشحالم که باهات مصاحبه می‌کنم. ارادت. ممنونم که از ماساچوست آمریکا با هم در ارتباطیم، اینجا تهران و شما در آمریکا. خیلی خوشحالم که این آیتمو داریم ضبط می‌کنیم با هم دیگه. بابا جان اول میخوام یه خورده با خودت آشنا بشیم و همچنین بینندگان و شنوندگان پادکست پادکست با شما آشنا بشن. چی کار میکنی؟ چند وقت که کار موزیک انجام میدی و در آمریکا چه پروژه‌های موسیقیایی داری؟ سلام عرض میکنم منم خدمت شما و خیلی خوشحالم از آشناییتون و سلام به هر کسی که گوش میده و میبینه. راجب من موسیقی رو تقریباً مثل اکثر آدم ها از خیلی کوچیکی شروع کردم با ساز تنبک و یه چند سالی تنبک می زدم تا حدود 11-12 سالگی گیتار رو شروع کردم. بعد از دبیرستان وارد هنرستان موسیقی شدم، اونجا به در واقع روالی که فضای موسیقی ایران داره، موسیقی کلاسیک یا موسیقی ایرانی، در واقع کلاسیک غربی یا کلاسیک ایرانی انتخابا هستش و منم موسیقی کلاسیک غربی میزدم، گیتار کلاسیک میزدم و بعد رفتم دانشگاه تهران، لیسانسمو توی دوباره نوازندگی موسیقی کلاسیک غربی گرفتم. 3 ترم فوق لیسانس خوندم تو آهنگسازی موسیقی کلاسیک و
بعد دیگه اومدم اینجا دانشگاه برکلی هم الان اینجا هم دارم کارشناسی میخونم، ولی توی رشته اسم رشتم هستش Contemporary Writing and Production که مرتبط با بیشتر پروداکشن موسیقی و ارنجینگ و در واقع کاملا برعکس چیزی که تو ایران کار میکردم که نوازندگی بود، اینجا بیشتر مشغول پای لپتاپ و پای آهنگسازی و تنظیم و این کارا. خفن، چقدر باحال. اوکی. و آره خیلی جالبه برام و خیلی خوشحالم که الان دارم باهات گفتگو میکنم. چند تا چیز جالب گفتی. من حالا تو خودت رشته موسیقی رو خوندی و اصلا کارت شد و حالا چون موسیقی به هر حال در جایی که داری کار میکنی کاملا صنعتی شده است، ادای صنعتی شدن هم در نیاورده، واقعا صنعتی شده است نسبت به اینجا، داری واقعا کارهای جالبی رو انجام میدی. ولی جالب بدونید دو تا چیز مشترک بود. من خودم از بچگی ساز گیتار میزدم و الان تو این قسمت دارم با یکی از استادای خوب گیتارم مصاحبه میکنم و همچنین توی دانشگاه تهران هم درس خوندم فوق لیسانس رو، ولی خب من رشتم مدیریت بود. آره رشتم مدیریت بود و موسیقی همیشه کنار کار بود و حالا تا یه جایی تونست همیشه تو زندگی پیش بره، ولی خب یه واقعا یک جزء لاینفک و جدا نشدنی همیشه. الان توی آمریکا پس توی بندهایی که در واقع کار میکنی و کلا پروژه‌ای که کار میکنی جایی بوده که مثلا اجرای خیلی باحال پرجمعیت هم بوده باشه؟ راستش سال پیش تقریبا همین موقع ها من اگر اسمشون رو شنیده باشین گروه سیریا، گروهی هن که بوشهری آره به قول خودشون موسیقی افرو پرژین، این چیزی بود که در واقع توی اینجا میخواستن توی بروشورا و این چیزا بنویسن، مینوشتن افرو پرژین، ولی در واقع آره موسیقی جنوبیه و یه تقریبا 16 تا اجرا بود که من گیتاریستشون بودم. کل این اجراها رو جای مختلف شهرهای مختلف آمریکا باهاشون زدم. اون بزرگترین تجربه بود که من چه تو ایران چه اینجا داشتم تا الان و دیگه غیر از اون آره همینجوری چه میدونم از اجراهای مختلف با همین مثلا 2 هفته پیش یه سری گروه موسیقی های فولک ایتالیایی میزدن، من اودم میزنم و حالا هم گیتار میزدم باشون هم اود میزدم و آره خیلی اتفاقای اینجوری کوچیک کوچیک زیاد میافته، ولی گفتی حالا پرجمعیت اون پرجمعیت ترینش بود، پرجمعیت ترین تجربه بود. آره گروه سیرام خیلی خفنه و آره. اجرای خیلی خاصی داره، فوق آدمای فوق العاده هستن. آره یه موزیکشون هم که همون شعر یادم رفتش که دیگه اصلا معروف‌تره و بسیار لذت بخش، پس گیتاریست بند اونا بودی و چقدر عالی. آره چون که نتونستن آره من توضیح ببخشید بدم حالا اگه برای خودت چون که همه یه بندشون نتونستن بیان، فقط محمد تونست بیاد، به خاطر همین من جایگزین گیتاریستشون شدم، وگرنه که خودشون بند خودشون رو دارن و کاملا یعنی گروه تو خارج از کشور اتفاق میفته. آره دقیقاً. ولی خیلی تجربه جالب پس برای خودت هم بوده. از همینجا پس بحثمون رو شروع کنیم. این که بحث این قسمت پادکست پاتر راجع به موزیک هستش به طور کلی و خاصا میخوایم راجع به در واقع موزیک AI شده، موزیک با هوش مصنوعی صحبت کنیم، جایی که در واقع خیلی بحثه به خصوص تو ایران و موسیقی ایرانی کلا، چون صنعتی نشد، صحبتامون هم گفتیم ادای صنعتی شدن گاهی اوقات در آورد، گاهی اوقات یه سری خواننده رفتن رو بیلبورد و فکر کردن واقعا چون الان بیلبوردن، چون الان مثلا هر شب 3 سانس کنسرت دارن، پس حتما اتفاقایی افتاده که دیگه ته قصه است. ولی وقتی میگی که خب نه، مثلا آقا فالش خونی هایی وجود داره، پلی بک خونی هایی وجود داره، نوآوری وجود نداره، اشعار ضعیفه و این موسیقی سال به سال ضعیفتر شد و رسید مثلا به دهه فعلی که خواننده جدید خیلی دیگه رونمایی نمیشه. یعنی مثلا ما تو موسیقی پاپ که دیگه پاپ و اکثر مردم با شعرهای ساده و آهنگهای ساده ولی زیبا اونس میگرفتن و گوش میدادن تو مهمونی، توی حالا موزیک غمگین، موزیک شاد، همین داستانا، به جایی رسید که در واقع خواننده‌ای اصلا نیومد دیگه. یعنی مثلا تو دهه فعلی شاید مثلا عرفان طهماسبی و شروین حاجی پور رو ما خورده ببینیم که
موزیک نوآورانه، موزیکی که بعدیش میتونه قشنگ باشه داره اتفاق میفته. تو یک سال اخیرم که همش داریم ریمیکس هایی میبینیم که مردم دارن میگن این آهنگ مثلا از گوگوش و ابی داره با هیدن مثلا ترکیب میشه، چه میکس قشنگی شد. و ما داریم میکس های دیجی ها، میکس های در واقع حالا چه با هوش مصنوعی باشه چه غیر هوش مصنوعی، کار جدید، اثر جدیدی که مردم دارن تو عام گوش میدن اینجوریه. یه خود میخوام راجع به این نظرتو بدونم و اینکه تو خود آمریکا به چه صورت شده تحول موزیکی که حالا از ساختن موزیک از استودیوهای قدیمی تا مثلا از بیتلز اینا بگیر تا امروزی که طبیعتاً ای آی نقشی در اون موزیک صنعتی شده هم داره. این خیلی الان خب اون پیک ماجراست که همه براشون خیلی عجیبه. آره مثلا کار هایده رو مثلا با صدای فلانی سری مثلا ابی داره فلان کارو میخونه، این کار، این چیزای این شکلی خیلی جذابه دیگه. و الان اون پیک داستانه که این یه سال اخیر این اوج قضیه بوده که همش آره این جذابیت هنوز هست، این داغ بودنه هنوز هست. من فکر نمی‌کنم این بخواد خیلی ادامه پیدا کنه. یعنی تا کجا مثلا این جالبه که ما بیایم ویدیو مثلا فلانی رو ببینیم با صدای یکی دیگه، یا مثلا یه دونه ویدیو خواننده هنوز باید اثر تولید کنه. آره میگم الان خب آره الان داره جاشو پیدا میکنه و آدما این کاری بوده که همیشه ما در توی طی تاریخ کردیم که یه چالش عجیبی پیش اومده، یه چیزی به هم خورده، اومدیم یه راهی پیدا کردیم، یه میانبری پیدا کردیم بزنیم بریم یه کار جدیدی بکنیم. الان واسه ما هم، یعنی من خودم شخصا دغدغه‌ام هست قطعا. چون برای مثال بخوام بگم، حالا من خیلی هم این ور اون ور میپرم، هر جا داشتم زیادی خارج میشدم بگین دوباره بیام تو مسیر. ولی مثلا ما همش مثالمون از موسیقی اینه که خب مثلا آلبوم فلان خواننده یا کاری که مثلا بذاریم تو ماشین گوش بدیم، ولی واقعا موسیقی خیلی از این گسترده تره. برای مثال میگم مثلا موسیقی دم دستی ترین نمونهش موسیقی پادکست. مثلا تا قبل خب بالاخره یه آدم میرفت یه کسی رو پیدا میکرد که یه چیزی از موسیقی بدونه برای پادکستش مثلا یه چیزی بسازه، یا میرفت توی به اصطلاح لایبرری هایی که بود مثلا یه موسیقی آماده ای دانلود میکرد. این خودش کاره. حالا من چون به خاطر رشتم هست اصلا یه بخش اعظمی از رشتمون نوشتن موسیقی برای همین لایبرری ها، نوشتن موسیقی برای تبلیغ، نوشتن موسیقی برای تریلرهای فیلمه. و این قسمت رو میتونم بگم که خیلی سریعتر به خاطر AI میتونه تحت تاثیر قرار بگیره، چون که این موسیقی ها آنچنان راستش نمیشه گفت ارزش موسیقایی ندارن، ولی ارزش کاربردیشون خیلی بیشتر از ارزش هنریشونه. و خب آره AI میتونه سریع یه کارو در بیاره، مثلا دو سوته طرف یه واسه پادکستی چه چیزی ازش آماده بگیره، فقط موسیقی نیست. ولی یه چیز دیگه که به نظر من اهمیت پیدا میکنه در پی این داستان AI اینه که فکر میکنم آدما بیشتر مشتاق بشن که برن اجرای زنده ببینن، چون دیگه یه جایی دیگه آدم دیگه خسته میشه، یه جای اون همه چی ماشینی بودنه دیگه خستش میکنه. و خود من راستش بعد این اتفاقی که افتاده بیشتر به این فکر افتادم که خب رو اون قسمت نوازندگیم بیشتر کار کنم، چون احتمالاً نتیجه بهتری خواهد داشت یا مثلا بیشتر کار خواهم گرفت در آینده. ولی در نهایت همه اینا به نظرم یه بخش خوبی، یه ایده‌ای که هست اینه که همش برمیگرده به این که تو در نهایت چه ایده‌ای داری، چه حرفی واسه گفتن داری. یعنی تو میتونی اصلا کل اثرت هم با AI خلق کنی، ولی واقعا ممکنه یه حرفی توش بزنی، یه چیزی رو بگی که اون کارش شنیده بشه، یا برعکسش 0 تا 100 و همه چی رو شروع کنی به روش‌های قدیمی، به روش‌هایی که به نظر بهتره آدم پیش ببره، ولی واقعا نتیجه خیلی جالب توجهی عذاب در نیاد. یعنی من خیلی بخوام خلاصش کنم، خیلی دیدم منفی نیست. قطعا احساس خطر میکنم به عنوان کسی که یه بخشی از کارم داره با AI تحت تاثیر قرار میگیره، ولی میدونم که همین بوده و هست. یه راهی بالاخره آدم پیدا میکنه این چند سالم بگذرونه و تموم شه. هم جنبه‌های مثبت داره، هم آینده‌ای داره که هم میتونه کوتاه مدت باشه، هم میتونه به نحوهای مختلف بلند مدت باشه. ولی مهم اینه که ایده ها طبیعتا نباید بمیرن و آدم همچنان باید کار کنن. یعنی اگه به این فکر باشن که ما دیگه راحت شدیم، ما از طریق آتوتیون ها و تیونر ها و
AI ها و اینها دیگه یک شب خواننده شدیم، یک شب موسیقی. آره ما داریم خیلی راجع به همین موسیقی با کلام صحبت می‌کنیم. دقیقاً به خصوص موسیقی‌های تریلر فیلم ها، موسیقی بی کلام که شاهکار هنری ازشون در میاد و AI اتفاقا اونجا خیلی زیاد میتونه نقش داشته باشه. یک شب میتونیم با AI ترانه بنویسیم، طبیعتاً نمیتونه جایگاه خودش رو پس داشته باشه. نظر تو هم همینه. در کنار کارها حتما باید کار کنن، زحمت بکشن و همچنان ایده پردازی کنن تا بتونن واقعا این موسیقی رو زنده نگه دارن. آره چون مخصوصا توی کار هنری، حالا من تخصص ندارم توی رشته‌های دیگه، واقعا شاید مثلا میگم توی رشته خاص مهندسی واقعا AI بتونه سر تا تهش رو بگیره و انجام بده، به نحو احسن هم انجام بده. ولی حداقل هنری برای روحش مهمه. چیش مهمه؟ داستان روحش و روح و احساسش مهمه. و هنرمندو چی تعریف میکنه؟ آره یه بخش خوبیش تکنیکه، یه بخش خوبیش اون مهارت هاست، ولی برای مثال میگم یک کسی که فیلم سازه، یک کسی که نقاشه، اون چششه، اون جوری که میبینه است، یا مثلا برای موسیقیدان اون چیزی که اون جوری که میشنوه است، اون گوشیه که تربیت کرده. اون حالا برای هنرمند میدونین اینا خیلی تفکیک میکنه هر کسی از کسی دیگه. اون جوری که داره دنیا رو میبینه ایناست که اونو تفکیک میکنه و خب اینو نمیشه مثلا با AI جایگزین کرد به نظر من. یعنی هر آدمی، من با شما دیدم نسبت به دنیا متفاوته و اگر اثری خلق کنیم این متفاوت زاده خواهد شد، فرقی نمیکنه، میدونین. ولی خب AI مثلا تا کجا میخواد با این قسمت از هنر رقابت کنه؟ میدونید این باعث میشه اتفاقا آدما بیشتر برن فکر کنن به این قضايا، بیشتر برن تو خودشون کنکاش کنن، بیشتر برن یه چیزی پیدا، اون چیزی که واسه خودشونه رو پیدا کنن. این یه نظر، خیلی هم این نظر رو رد میکنن، یعنی با طبق سابقه که من داشتم با کسای دیگه که صحبت کردم، از این جهت که واقعا یه سری از آدما اصلا اون گنجایش رو ندارن برن این قسمت‌های از خودشون رو پیدا کنن و یه سری از آدما اصلا زندگیشون با این مهارت‌ها، با این تکنیک‌ها رو فقط انجام دادن میگذره و آره اون قسمت‌ها احتمالاً بیشتر تحت خطر خواهند بود. آره دقیقاً همینطوره. کوششی برای نقطه ضعف نباید باشه، ابزار کمکی باید باشه که بتونیم کاریت رو بهتر تولید کنیم. خیلی خوشحال شدم تابا جان. منم همینطور. مرسی که همراه ما بودی از ماساچوست آمریکا. قربون شما. و انشالله که همیشه موفق باشی. مرسی. و ممنون که توی این آیتم از پادکست پات همراه من بودی. قربون شما، خیلی خوشحال شدم. ممنون از همگی، هر کی که گوش داد و امیدوارم که ارتباطمون باقی بمونه. حتما. خیلی عالی. خدا نگهدار. خداحافظ. خب استاد شهبازی عزیز، عرضم به خدمت شما که نه همون شروینم خیلی با کلمه استاد نه خواهم ادا در بیارم، یه ذره گاهی اوقات خجالت میکشم در مقابل بزرگترایی که دیدم. حالا شما به من لطف داری میگی، ولی من ترجیح میدم تو این پادکست همون شروین عادی باشم که گیتار میزنه. یه ذره اذیت میشم، من خجالت میکشم از بزرگترای خودم، وگرنه لطف شما نسبت به منه. نه خواهش می‌کنم. اصلا چه جلوی خودت و چه دیگرانی که من میشناسم، چون از آموزشگاه دیگه هم بوده که کسی مثلا هنرجو شما بوده، بعدها مثلا تو جایی که من بودم گفتن آقا منم مثلا شروین شهبازی رو میشناسم و همه آخه به نیکی یاد میکنن. جالب بدونی پشت سرت هم همینه. لطف شما. خیلی من همیشه میگم مثلا جذاب ترین آدمایی ان که پشت سرشون هم به نیکی یاد میشه. قربونت برم. آره شما لطف واقعا اون عزیزانم لطف. بهترین تعریفی که میتونستم ازت بکنم همین بود. حالا دیگه طبق عادت همون یکی دو سال کلاس. آره ببخشید. ولی آره آدمای نه خیلی عالی، واقعا شکست نفسی میکنه. یه سوال دارم و بعد دوست دارم اجرات هم حتما تو این قسمت ببینیم، واقعا لذت ببریم. واقعا گیتار رو بسیار جذاب میزنی. عرضم به خدمتت که این فقط به عنوان یک سوال، حالا شاید یه خورده عجیب غریب و نمیشم پیش بینی کرد و این جواب‌ها رو هم میدونم، ولی دوست داشتم نظر شما رو بدونم. با توجه به که جنبندی حرفامون این بود که خب حالا یک بخش احساسی داره، حتی اگه فالش باشه، یه بخش علمی داره، در این حال باز یه بخش مارکت داره که لزوما میتونه علم نباشه، ترکیب همه اینا هست. ما تو ضبط ماشینا، تو مهمونی‌ها، عروسی‌ها و خلوت خود آدم‌ها در واقع داریم موزیک، یعنی انگار دی‌جی ها دارن نقش بیشتری رو ایفا میکنن. ترکیب موزیک ها رو ما داریم بیشتر میشنویم تا اثر جدید و آلبوم جدید و طبق حال صحبتایی که داشتیم. ولی اگه مثلا بگیم 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، خیلی هم نمیخوام بگیم مثلا 50 سال دیگه، 100 سال دیگه رو ما نمیخوایم پیش بینی کنیم.
2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه این روند موزیکی که علمش پایین‌تر از مارکتشه، شاید میشه گفت تفاوت یه خورده سبکای قبل‌تر و دهه‌های گذشته این بود که علم و مارکت بود. حالا مارکت کلاً جایگاه بالاتری پیدا کرد، رشته‌های اصلا مارکتینگ کلاً تو دانشگاه هم خیلی بیشتر شد، دوره‌های خارج از دانشگاه زیاد شد. این فقط بحث موسیقی نیست، ولی هممون میدونیم که اون چیزی که حالا به خصوص اهل هنر و فرهنگ دغدغه مندن اینه که آقا این موزیکه مثل سینماه، مثل خیلی چیزای دیگه داره به یه ازمهلالی بالاخره میره. همون پیش بینی خودت چیه اگه با این روند بخواد جلو بره؟ خیلی کوتاه اگه بخوای بهمون بگی پیش بینی مثلا نمیگم 50 سال دیگه، ولی 5 سال دیگه، 10 سال دیگه این موزیک و به خصوص مارکت ایران چیه به نظرت با این وضعیت؟ خیلی گسترده است. کوتاه میگم، من هیچ سبک، هیچ استایل و هیچ اتفاقی در موسیقی نیست که بگم اگر زیاد و کم بشه باعث از بین رفتن یا باعث پیشرفت میشه در موسیقی حداقل. من معتقدم هر چیزی باید آکادمیک باشه. دیجی هایی هم که به صورت آکادمیک موسیقی رو میشناسن و دارن نظرات شخصی خودشون رو ترکیب میکنن و سواد شخصی خودشون در موسیقی الکترونیک و حالا اون حالت در واقع یه جور تدوین موسیقی هم انجام میدن دیگه، اینجوری به زبون عامه بخوایم بگیم، خیلی قشنگه. میتونه بیاد بگه که ما همیشه دیدیم مثلا فیلم تخیلی میبینیم میگیم 1000 و مثلا فرض کن مثلا حالا سن خودم سال 2000 بودیم، مثلا 95 بودیم، گفتیم وای 2000 چی میشه 5 سال بعد دیگه. 5 سال صرفا 5 سال بعد دیگه چه اتفاقی خاصی قرار منم اونجا باز شام میخورم، نهار میخورم، عادی میرم عادی میام. یعنی این حالا به مد زمانه ادکلون میزنم، به مد زمانه لباس میپوشم، مدل موها، آرایش صورتم شاید متفاوت باشه. بیشتر منظور بود مثلا آلبوم سینگل ترک ما نمیبینیم و داریم موزیکای رباتی میبینیم و موزیکای مارکتینگ میبینیم. بیشتر منظورم از این نظر سیر زمانی این مدلی بود که تو مثال برات بزنم. اسم آزاد بود دیگه، ما تقریبا تونستیم اگه اتفاق افتاد پای شما. ولی ببین من خانم عدل رو مثال میزنم. خب حالا عدل شکایت نمیکنه از نه مدعیان عدل دوست ما رو دیس میکنن. ولی ایشون اومد یه ترکی رو، یعنی با یه استایلی وارد شد در میشه گفت نسبت به زمانه که ایشون اومد بیرون کاراشون یا جاش گروبان خیلی موسیقی الکترونیک داشت بیداد میکرد. یعنی همه الان خیلی اتفاقا موسیقی الکترونیک کمتر موسیقی که بر پایه نرم افزارها و سخت افزارهایی که ما رو میبره سمت موسیقی الکترونیک تولید میشه رو داریم میگیم ما. سمپل ها و ویو هایی که همه چیز بر اساس اصوات کامپیوتری، حالا به قول عوام اگه بخوایم بگیم اون موقع خیلی بیشتر داشت این اتفاق میافتاد. اما شخصی مثل عدل میاد و تمام الگوریتم و معادلات ما رو به هم میریزه و جمله جالبی از خودش نقل میکنم. میگن تو چجوری فهمیدی که اینجوری خوبه؟ چرا اینجوری موزیک تولید میکنه؟ مثلا نمیخوای به روز تولید بکنی؟ یه همچین سوالی ازش میپرسن که از مصاحبه‌ها و میگه که کی برای هم نسلای من تولید کنه. حرف خیلی جالبه. ما پدرامون مرضیه گوش میدادن، ما گفتیم واو فلان، بعد ما مثلا رضا صادقی گوش میدادیم یا مثلا یه خواننده بروز، اسم عزیزانی که دوستشون دارم و میبرم و بی احترامی به کسی مثلا پدرم گفت واو رضا صادقی گوش میدی؟ خب آره رضا صادقی گوش میدم. رضا یزدانی گوش میدی؟ خب آره دارم رضا یزدانی گوش میدم. یعنی این باز میشه همون ما داریم جداش میکنیم، ما هی داریم مرز کشی میکنیم برای سبک‌های مختلف و خواننده ها و ادوار مختلف و تاریخ‌های متفاوتی میذاریم. به نظر من میتونه موسیقی که بر رباتیک باشه جالب باشه، قطعا جنبه مثبت میتونه جالب باشه، میتونه هم نباشه. اصلا جنبه منفیشو نمیگم. من همومی مرادی نمیدونم گوش دادی یا نه، با همین هوش مصنوعی نوا من این کارو دوست داشتم، قشنگ و واقعا تو ماشین گوش میدید بسیار لذت بخش. من هم میتونم جواب سوال کوچولوی یه جمله اینجوری بگم. به نظر خودم نمیتونم بگم بد میشه یا خوب میشه، ولی میتونم بگم که با تغییرات تکنولوژی و پیشرفت علمی، حالا شامل همین AI ها و امثال هم، نمیدونم انقدر سرعت پیشرفت زیاده که به چی میرسیم. میتونه خیلی مثبت باشه، میتونه خیلی منفی باشه، میتونه هم مثبته باشه هم منفیه. یعنی میتونه اصلا یه دفعه ما یه برهه‌ای از زمان واقعا صدا خواننده رو نمیشد تحمل کرد، انقدر خواننده صدا نازک داشتیم،
مد بود، همه میگرفتن، همه کپی هم گرفتن دیگه، اسم نمیبرن اونجاشو. یه جایی هم صدای طلوع سپید دم، هم صدای صبح بیدار میشی دیدی خش داره، اون مد شد. باز دوباره یه سری کپیاش هم گرفتن. یکی اومد خلاف جهت که شنا میکنی حتما نباید اتفاق بدی باشه و تو رو تو آتیش بسوزوننت. تو میای ایده‌تو میگی، بعدها حتی بعد از اینکه محکومت کردن یا بعد از اینکه طردت کردن، منظورم از محکوم حالا دولتی نیست، یعنی محکوم دنیای انسانی اجتماع، بعد که طردت میکنن تو میگی که بیان اما فلانی تو 1950 بدبخت داشت اینو مثلا میگفت، فلانی تو مثلا 1380 تا همچین حرفیو میزد. یعنی حتما اگر شما خلاف جهت شنا بکنی و نظریه‌ای غیر از نظریه بقیه بدی، حتما به این معنی نیستش که داری بد میگی. یه دم بعدن میان از روی تو کپی میکنن، حالا به معنای زیبای کلمه، حالا کلمات بدتری میشه گفت، دزدی میکنن حتی، و اونا با علم تو و اون تجربه‌ای که راه اول رو تو هموار کردی کارشون میگیره. میتونه پس دیجی هم یه اتفاقی اینجوری باشه. میتونه الان من فکر میکنم که نه، من چون عاشق موسیقی ساز محورم نمیتونم پس بگم موسیقی الکترونیک بده، پس چرا من فلان من اسم خواننده خودمون رو ببرم، چرا فلان ترک از سیروانو گوش میدم خودم تو ماشین، دوستش دارم، نه چون سیروان دوسته یا همکاره، یا دوست دارم، من این ترک رو دوست دارم. ولی از اون ورم میرم بغل رستاک وای میسم یه ترک با گیتار میزنم، اونم قشنگه. هر چیزی جایی داره. شما یه جا گفتم تیشرت میپوشی، یه جا هودی میپوشی، توی آب هم دقیقاً انسان این شکلیه. بنابر موقعیت زمانی، جغرافیایی، مکانی، اجتماعیش یه چیزایش ممکنه متفاوت باشه. من وقتی اعصابم خورده ترش متال گوش بدم که 3 نفر سرشون رو میبرم، ولی یه تایمایی که میخوام گروو بفهمم، مثلا گروو ریتمیشون چجوریه، حتما ترش متال هم گوش میدم. پس نمیتونم، خیلی نتونستم این سوالتو دقیق جواب بدم. من لذت میبرم از هر چیزی. به نظرم که خیلی اتفاقا من خودم قانع شدم که دقیقاً هر چیزی جایگاه خودش رو داره. این میتونه یه سیر مثبتی داشته باشه یا منفی یا بینابین، و باید ببینیم چی میشه. یه کوچولوی 5 دقیقه از اتاق فرمونم وقت بگیرم و اینا، من فقط این سوالو بپرسم عنوان سوال پایانی و بعد دیگه بریم اجرای زیبای شما رو ببینیم. تو بین همون خواننده ها و نوازنده ها و هم نسل هایی که نام بردی و اون نسل پاپ بعد انقلاب، تو همون کلاس هم یادم یه بار من گفتی که حتی شما میگم با رستاک حلاج خیلی با رفاقت دیرینه‌ای داری و الان که دیگه رهبر ارکستر هستی و آهنگای رستاک هم عنصر گیتار توشون خیلی زیاده و هر وقت گیتار شما رو توی کنسرت رستاک میشنویم واقعا جذاب و بی‌نظیره. ولی میدونم خواننده‌ای که خودت خیلی دوست داشتی و تو کلاس هم یه بار من گفتی من نیما مسیحا رو خیلی دوست دارم و گفتی که خواننده مورد علاقمه. و بعد من دیدم بعد از اینکه اصلا کلاسمون تموم شد اینا، 1 سال بعدش اینا جوری شد که خب الان مسیحا هم رفت خارج و دیگه خب ایران نیست، ولی 1 سال بعدش جور شد که توی بند نیما مسیحا هم ساز زدی. حست چی بود به عنوان کسی که نسبت به خواننده دیگه تو میگفتی یه خودم بیشتر دوستش داشتی؟ بعد دوست دارم این سوال ازت بپرسم. نمیدونم چقدر وقت داریم، فقط سریع بگم که اشتباه من چون خیلی از عزیزانو باشون کار کردم ممکنه کجتابی داشته باشه. من خودم راجع به زندگی خودم دوست دارم موزیسینا باشم. یعنی خیلی عشق میکنم و لذت بخشه که یک نفر میاد میگه به خاطر تو گیتار رو شروع کردم، تو فلان ترک مثلا صدا سازتو شنیدم. نیما این شکلیه. نیما وقتی کنارت میخونه، برای من اگر موزیسین نباشم یا باشم، نیما مسیحا خواننده است. یعنی بارهاشون مثلا گفت شب اینجا چرا نزدی، میگفتم ببخش من محو خوندنش میشدم، نه من، کل بند. یعنی تمامی المانهای علمی و مارکتی رو داشت، البته علمی بیشتر دقیقا و وسعت صدا، عمق صدا. ممکنه بگی سلیقه‌م نیست اما نمیتونی دیسش کنی. دقیقا. ببین و بقیه مثال دارم میگم، یه راکر میاد از نظر راک مثلا رضا یزدانی رو نقد میکنه خوب یا بد، و یه وقت یه آدم عادی میاد این رو نقد میکنه، جفتش درسته و قشنگه. من راجع به نیما نمیتونم بگم بهترین خواننده‌ای بود که من از نظر تکنیک خوانندگی، باز اینو تاکید میکنم چون من با خیلی از عزیزان کار، تکنیک خوانندگی به جرئت میتونم بگم در 50 سال اخیر، در 50 خوب گوش بدین این رو، خیلی جدی دارم این رو میگم، اصلا با کسی شوخی ندارم راجع به نیما، در 50 سال اخیر
جزو نادرترین خواننده های ما بوده. یعنی حتی قبل از سن خودشون، سنش در واقع از این سنی که گفتم خیلی جوان‌تره، یعنی که بخوام خواننده ها رو از نیم قرن بسنجم تا به حال، نیما یک خواننده ژنتیکی سوادی اصلا نمیتونم اونجوری صحبت بکنم. آره ولی مارکت یه جایی تو دهه 94 اصلا میذاتش کنار تقریبا، اصلا میگفتن اصلا مارکت چیز بی‌رحمیه. آره. شما و همین اتفاق رو من راجع به خیلی از خواننده‌های دیگه که کار کردم، رستا کاوه، دیدم چقدر اینا تالنتن. یه پرانتز خیلی مهم بگیم، صدای خانوم‌ها کلا، یعنی اونم یه بخشیه که ببین آره اگه بخوام واقعا میتونم 2 ساعت راجع بهش صحبت کنم. یعنی میمونه که دو تا سیم پایین خیلی مهم، ولی بعد میگفتم یکی از بزرگترین باگای این اتفاق اصلا ما دینی و شرعی عرفی و ایناشو ول کن، این میمونه که من سیم پایین گیتار رو ببرم بگم عزیزم تو به جای 6 تا سیم شما با سیم 5 و 6 و 5 و 4 و 3 فقط میتونی ساز بزنی. شما مثال جالبی زدی. تمام، من دیگه بحثی ندارم دیگه. اینو عرفیشو بذاریم کنار. یعنی سازو ناقص کنی، سه کن سیم 1 2 پارشه، بگن خب پارسا جان بزن ببینم چی بلدی بزنی. عزیز من کلی با سیم کار داریم واقعا. به من واقعا سیم خیلی مهمه. دقیقاً. ببخش عذر میخوام آب دهنم پرید گلوم. و در خدمتم. ارسال سفارشات تو فروشگاه آنلاین مارتستان اینجوریه که اگه تهران باشی کمتر از 120 دقیقه کالاهاتو تحویل میگیری. با انتخاب گزینه ارسال ویژه بین ساعت 8 صبح تا 6 عصر کالاهاتو تحویل میگیری. اگر هم بخوای بدون محدودیت زمانی باشه و فوری و فوتی کالاهاتو تحویل بگیری، گزینه اکسپرس رو انتخاب کن. ارسال پستی هم که برای سایر شهرهای ایران. میتونی با یه بسته‌بندی ایمن و مطمئن کالاهات رو هر جای ایران که باشی دریافت کنی، حتی کالاهای شکستنی. و یادت نره مارتستان فقط فروشگاه نیست. از طرف فروشگاه اینترنتی و آنلاین مارتستان و همواره تخفیف مارتستان که از 5 تا 50% روی کالاهاشون تخفیف دارن، یه سری خوراکی، یه سری فقط خوراکی یادگاری بی‌نظیره. از طرف مارتستان تقدیم شما میشه. مارتستان ممنونم ازت. و من بین کلاسام تو خودت میدونی عاشق چایی و خوراکی های ریزم، به غذا خیلی نمیرسم و ازشون ممنونم. و ممنونم از شما. یه سخن آخرم حتما. آره سخن آخر ممنونم ازتون. یه سخن آخر سریع بگم. اصلا نگاه نکنید من کیم، من نوعی. من نظرات شخصیم امروز گفتم به تبع 4 تا چیزی که بلدم. به جای اینکه سعی بکنیم وقتمون رو صرف این بکنیم که همدیگر رو نقد کنیم، سعی کنیم اون وقت رو برای تعالی خودمون بذاریم. من اگه به من باشه اصلا چیزی به نام منتقد و قبول ندارم، و اگه به من باشه تمام حرف ساده ترین آدم ها و بی تخصص ترین آدم ها میتونه برای من درس باشه. اگر امروز اسمی بردم، صحبتی کردم، نظر شخصیمه، ازتون اگه ناراحتتون کردم عذر میخوام، ولی بابت حرفام پاش وایسادم چون اینا عقاید شخصی منه و میتونم پوزشو بدم، سبک زندگیمه. آره نه واقعا همینطوره. یعنی همون که اولش هم گفتی سمج هستی تو هر چیزی که تا تهش رو در بیاری. مثلا کلاس های شروین شهبازی واقعا همینجوری برگزار میشه با سختگیری، سماجت. اون خاطره‌ای هم که گفتی، یه خاطره گفتی از کلاس هم گفتی که رستاک درس داد، جدا اینه که من اون ترک رستاکو به شما درس دادم. آخه اصلا هیچ وقت نمی‌کنم این کارو دیگه، الا و بلا باید کتاب رو بزنی. بله. و اون روز پارسا انقدر خالصانه گفت، حالا یعنی این شخصی که تو کلاس بودی شما الان برای من فقط هنرجو نیستی، دوستم هستی، انقدر خالصانه گفت دیدم خب چه ایرادی داره. یعنی دست از دوگم بودن فکری برداشتم و تو اون لحظه صرفا خواستم کاری انجام داده باشم که تو علاقه من‌تر بشی. و چه خوب که از اون خاطره گفتی دقیق یادم اومد. حتی پارتی رو که دست‌نویس نوشته بودم گذاشتم جلوت و از اون شروع کردم آنالیز کردن، توضیح دادم. یه جایش حالا 100% سخت بود، یه جایش هم خیلی خوشحال شدم که به عنوان خاطره گفتیش این رو. آره خیلی شیرین بود. از این بعد بیشتر رستاک درس میدم سر کلاس. نه واقعا همون موقع هم تو کلاس ها میگفتی که اصلا سبک و اینا ما نداریم، ما باید دقیقاً اون چیزی که باید رو یاد بگیریم. و من امروز خیلی یاد گرفتم ازت. فدات بشم. خاطر که بحث خیلی جالبی داشتیم و خیلی خوش گذشت و خیلی ممنون که تشریف آوردید. و خیلی ممنون از شما که پاتن رو دیدید و شنیدید. فقط 3 قسمت دیگه مونده تا این فصل از پاتن رو تموم کنیم و یه حالا توضیحاتی میدیم تو همون قسمت 20 فصل 2 که احتمالاً حالا
همون موقع میگیم که دیگه حالا آیا برمیگردیم یا بر نمیگردیم، ولی هرچه به آخر داریم نزدیکتر میشیم. برای خود منم به هر حال جذاب‌تره که مهمون‌های درجه یکی مثل شروین شهبازی عزیز داشته باشم و همچنین ممنون از تابا که وقت گذاشت و از آمریکا با ما ارتباط تصویری برقرار کرد. برنامه رو قطع نکنین، خیلی کوتاه چند دقیقه می‌خوایم اجرای زیبای شروین شهبازی رو ببینیم و بشنویم و برنامه رو با اون به پایان برسونیم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.